اعتقاد دارن حاصل سکس خواهر و برادر هستن. بسم الله. آها. شما ادعا کردین که روایی صحیح السند بیارم، درست است؟ درست است؟ خب حالا شما میشه برای ما بگویین که یک سوال بسیار اجازه بده، تو سوال میکنی صحیح یک هست. لحظه راوی حالا چند اجازه چند بده داره. دیگه، حالا اجازه بده. این خنده هایی که میکنی خندت هم نمیاد عزیز من، خندت نمیاد دیگه. صحبت کن. حالا شما گفتین روایت صحیح السند، اجازه بده دیگه. خب زوری مشخص. روایت صحیح السند 4 تا صحیح از السند چی هستن؟ چند تا شرط داره دوستان؟ اجازه کدام بدید. راوی اجازه راوی بدید یک ضعیف لحظه. میگن؟ کدام راوی قوی میگن؟ اجازه حدیث بدید که مرفوع سوال چی کنم هست؟ من. حدیث شاذ چی هستن؟ اینا رو بان. نه من نمیکنم، من اون سوال از مطلبی پرسان که نمیکنم. یک آوردی سوال کوچک، یک سوال کوچک. سوال نیست، باید قرار شد سوال نه عزیز من، سوال نیست. کاوش صدایت میکنم. سوال گدایی معنا میده در زبان ملی ما پشتو. کاوش سوال نیست، سوال هست. کاوش حالا گوش کن عزیز من. کاوش نوبت یک گوش کاوش. خب من میشنم حرفت را، باز من اجازه بده. بفرما. کاوش بسیار خوب. دوستان عزیز و بزرگوار، مطلب اوله که دیدید و بستن چون از تلگرام تماس آمده، ولی یادشان رفته تلگرام در ایشان توضیح بده، در گروهی که دارن من بفرمایید. کاوش در ایشان توضیح بدن که آقا مطلب معنای فارسیش این میشه و نری اونجا بگی که بت پرست بود، از همین چیزی که خودت آوردی اشتباهش ثابت بشه، برو بدش کن. حالا قرار شد اینها در از 3 تا تحدی که ما کردیم تا یک شب حداقل پاسخ بدن. مطلب دوم شه که 313 نفری که فقط دمی خاطر نمیاد یا دمی خاطر فقط میاد. اگر ما الان 313 تای ما کامل بود میآمد. این بحث از کجا شروع کرد؟ سایت شیعه هسته یا نه؟ یعنی نمیتونه شیعه نوشته باشه، شیعه دروغگو داریم. همین جناب کاوش. حالا بحث سوم این هسته که من دیشان میگم حاصل الفرار کاوش حاصل نکاح 2 تا شامپانزه شاید باشن، یعنی پسر خاله یا پسر عموها شاید شامپانزه باشن یا شاید گوریل چیزی باشن، دقیق اطلاع ندارم، از خودشان میپرسیم کاوش جان. حالا و از ایشان خواستیم که وقتی گفتن تشیع در از این عقیده هسته که سکس خواهر و برادر هستن. بله. من از کاوش میخوام که اینمی رو برای ما بیاره، از کتب ما مطلب صحیح و سند، مطلب درستی بیاره که در کتاب ما گفته باشه که حاصل ازدواج یا ساده بگم سکس خواهر و برادر همون دختر و پسر حضرت آدم علیه السلام هست. من از کاوش میخوام که امیر بگی. صلوات و سلام. ببینین غلام بچه قنبر بزرگوار، درست بخوان کاوش. آها گوش کن عزیز من. حالا اجازه دارم صحبت کنم، مایکت را باز نمیکنی؟ مایکم باز هست کاوش جان، بفرمایید. خب ایشان گفتن که برای ما روایت صحیح الاسناد بیارن از کتاب ما. سوره نساء آیه اول را باز کن عزیز من. سوره نساء آیه اول بفرمایید دوستان. حالا گوش کنین که چی میگه. خب سوره نساء آیه اول بزرگواران. نفس عمیق بکش، بدن اکسیژن بگیر. ای جان من، حالا اجازه بده که من سوره نساء آیه اول را بخوانم. بله میخوانی یا بخوانم عزیز من؟ کاوش تو استدلال کردی، تو بخوان کاوش. گوش کن بزرگواران. کدام ترجمه؟ قمشه‌ای، انصاریان، فولادوند، آیتی، مکارم شیرازی. بخوان فرق نمیکنه. فرق نمیکنه برای تو. چه میشه؟ ای مردم بترسید از پروردگارتان، آن که شما را از یک تن بیافرید، از آدم، از یک تن، و از آن یک تن همسر او را و از آن 2 مردان و زنان بسیار پدید آورد. و بترسید، ترس داشته باشید از خدایی که با سوگند به نام او از یکدیگر چیزی میخواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید، هر آینه الله مراقب شماست. خب شما را از یک تن آفرید و زنش را از او آفرید و از اون 2 زن و مرد شما را آفرید. چی کسی در سکس خانوادگی اینها حضور داشته بجز این خودشان؟ اصلا قرار شد مطلبی رو بیارید صحیح السند جواب بدین، بفرمایید. کاوش
قرار شد که شما مطلبی رو بیاری دال بر سکس خواهر و برادر که بله، بقای نسل مثلا فرزندان حضرت آدم باشه. بفرمایید. بله، سوره نساء آیه اول ما برایتان خواندم، استدلال کردم. استناد میکنه. استناد دازیت رد هسته، چگونه استناد میکنه؟ رد کردیش؟ استناد دلیل آوردی که ردش کردی؟ دلیل آوردی که ردش کردی؟ حرف گوش بکاوش. استنادت هم این بود که بذار مجری ازی براتون بخوانم که آن که شما را از یک تن بیافرید یعنی چی؟ آن که شما را از یک تن بیافرید یعنی چه؟ در اینجا تمام کسانی که از نسل حضرت آدم علیه السلام هستند، رگشان که از ازدواج خواهر و از ازدواج مرد و زن نباشه، از ازدواج مرد و زن نباشه، چون در عقیده ما آدم ابوالبشر را پدر و مادر نه بلکه ساخته خدا، ساخته الله. تا اینجایی که اوکی است برات. حالا از یک تن بیافرید یعنی چی؟ آدم شما را آفریده؟ اون کاوش توضیح میدم. میگه که از یک آدم در بهار الانوار ما حدیث داریم که بذار من قرآن را بیار. بهار الانوار کجا رفت عزیز من؟ در باب تفسیر کاوش ما قرآن میارم میره بهار الانوار. در قرآن اینجا ننوشته که از قرآن خارج نشو دیگه. کتاب حجت برای شما قرآن است دیگه. کاوش من سنی نیستم. سنی نیستی؟ گوش بده بدتر از سنی ها شما بی‌سوادتر از اونها هستین در مسائل دینی. کاوش جان کاوش عزیز من، بهار الانوار از کجا شد گفتی استناد؟ تو ما به بهار الانوار استناد کرد. یا علی مدد کنه. علی حالا تو بیا، تو را بیای مدد کنه. مشخص میشه کاوش از همون آیه‌ای که آورده که پدر علی بت پرست نبود، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. آیت من نیاوردم در مورد پدر علی عزیز من. کاوش دستان عزیز بزرگوار گم شدی عزیز من روایت آوردم در مورد پدر علی، آیت نیاوردم. نوبت من هست دیگه، نوبت من هست. کاوش احساساتی نشو جان من. عزیزان جان، همونطوری که مطلب خودش آورد، خودش جواب خود داد که پدر علی ابن ابی طالب بت پرست نبوده، حالا مثل بچهای فامیل خود گل مانده او بکنار. در اینجا میگه که مطلبی رو خواندم، بذارید من بخوانم. ای مردم، از مخالفت با پرهیزگارتان بپرهیزید، آنگاه شما را از یک تن آفرید. امیر توضیح بده. از یک تن آفرید یعنی چی؟ حالا من توضیح میدم. از حالا میشنویم. کسانی که از نسل حضرت آدم باشند. یک این اعتقاد ما داریم، در اعتقاد اسلامی را اگر میخواید نقد کنید باید در مبانیش آشنا باشید که در نزد از ما آدم ابوالبشر پدر و مادری نداشتن، خودش حاصل ازدواج نیست. درسته؟ این خود در عقاید اسلامی آشنایی دارید. عزیز من، از یک تن بیافرید یعنی چی؟ یعنی حوا را آدم آفریده؟ کاوش بله، تمام اینها. حالا حوا را آدم آفریده؟ نه نمیگم حوا را آدم آفریده. احساساتی نشو. خب پس از یک تن بیافرید یعنی چی؟ احساساتی نشو. احساساتی نه. خود سوال میکنم جواب بده. بهار الانوار خود حوا برای این حوا نام گرفت که از آدم آفریده شد. خب حوا از آدم آفریده شده، درست است؟ احساساتی نشو. من جواب میدم. حوا چگونه آدم را آفریده؟ از مقعد خود آفریده یا از کجای خود؟ حالا بحث رفت خلقت حوا. کاوش عزیز من، آیت قرآن هست. چرا قیافت رو تغییر کرده ولی عادت بچهای کاکای تر برادرای خود. حالا من برات چالش دادم که تصویری بیای مرا در پهلو در کنارت قرار میدی، گفتی نه. قیافت رو تغییر کرده کمک مثل آدم. حالا تو قیافت هم معلوم نمیشه چون زیر حجاب هستی عزیز من. حجاب اسلامی داری. قیافت یک خورده مثل آدمی زاد شده. خب حالا تو ماسکت را حجابت را دور کو ببینیم که تو تغییر کردی نکردی. نوبت من جواب بدم. قیافت مثل آدم شده. دوستان آیت اول سوره نساء بهار الانوار میرفت. حالا آیت اول سوره نساء را بیار. حوا از این خاطر حوا نامیده شد چون از گل حضرت آدم خلق شد. حالا حوا نیست عزیز من، تجدید نداره، حوا هست. حوا هست. حوا. حوا بدون واو داره، تجدید داره. عرب هستی، گفتی عرب پرست هستی، متن عربی را خوانده نمیتونی. حوا نیست عزیز من، حوا هست. تجدید نداره. دید لال شد چون انسان خبیث میدونه که احمق هسته دیگه. حوا خوانده میشه. حوا تشدید داره. اون نادان چی میگفتی پیشتر؟ جواب بدی باش خنده میکنی. حوا هست. چی هسته؟ حوا هسته یا نیسته؟ بخوان. عزیز من حوا هست. دو تا واو خوانده نمیشه. دو تا واو خوانده نمیشه. تشدید روی حرف باشه حرف چگونه خوانده میشه؟ دو تا واو خوانده نمیشه، حوا خوانده میشه. تشدید روی حرف باشه چگونه خوانده میشه یا جاهل؟ جان دلم، بالای تشدید زبر چی معنا میته؟ حوا. حالا ادامه بده. دوستان برنامه را ریکارد میکنن که ببینیم که تو چی برای گفتن داری. جاهل پیشتر ما گفتی وقتی پرسان کردم تشدید داره یا جان دل.
جان دل خودم حالا استاد از ببین بحثا هستم. حالا تلفظ هوا وقتی که هوا من- گفتی وقتی- گوش حالا بدید. در ادامه اشکال میبینیم که نداره. دوستان اون خود کامنت ها رو ببین. تا وقتی دوربین اینجا کامنت میخوانی کامنت نخوان با ما صحبت کو احساسا کاوش دوربین اینجا آمد، بعدشان پرسان کردم تشدید داره و در همین لحظه دوربین دور خورد. ایشان شک کرد که نکنه دوباره اعتراف کنم، اصلا جواب نداد چون میدانست که چون دوربین دور داده مطلب آماده است. در جای پاسخ دادن که آیا تشدید داره یا نداره چون جانش لرزید وقت حالا لرزه تو معلوم نمیشه چون حجاب داری عزیزم. هوا چرا شد دیگه چرا هوا هست اینا رو بی‌سوادی نکن تو نام خب. بزرگ ایتئیستا تو هستی. ادامه بده. ادامه بده. چگونه هوا را آدم آفریده؟ بفرما عزیز من. نامش یاد نداری باز تو سرش انتقاد میکنی. کاوش که تشدید هوا هست. هوا هست بله. هوا ما نداریم، هوا هست بله. بذار ایجاد کنم. ما تمام لایو را بعدن با زبانای آخوندایتان دروغ‌هایت را میارم. تک دروغ‌هایت را زبان آخوندایتان میارم. گذاشتن کاوش که من دمی جلسه بساط همه تانا جمع کردم و دیگه تان قفایی بالا شد دیگه. ادامه بده تجدید هوا ادامه بده. کاوش حالا دوستان عزیز و بزرگوار یک انسان بی سوادی که حتی اسم را خواندن نمیتونه. حالا گفتن که هوا تلفظ نمیشه، هوا تلفظ میشه عزیزان. درست است؟ روی واو تشدید میگه واو دوبار خواندن نمیشه. نه عزیز من هوا تلفظ میشه نه هوا. درست است؟ تمام بس کار. بسیار عالی. حالا ما برایتان بعد این تمام حرفایتان را تک تکش را مثل که در مورد دیگران ویدیو میسازی ما از خودت ویدیو میسازم. وقت داری نترس دیگه. خب حالا ادامه بده. امین هوای شما را چگونه آدم آفریده؟ آقا بس دیگه بس همه فهمیدن یا میخوای دوباره براشون توضیح بدی؟ فهمیدن حالا میفهمن از این بیشتر. بفرما توضیح بدین. اما گند خدا هوا چگونه توسط آدم آفریده شده؟ بفرما. سکوت اختیار نکو، سرچ هم نکو عزیز من. دستای من اینجا هستم. ما مثل شما دستایت را همین طرف بگی دیگه. دستایت را دستت نبر، قلمت هم باند جایش. آدم چگونه هوا آفریده؟ چی روبروی من باشه سرچ کنم. هر موقع ساکت شدی من جواب میدم. عزیز من هوا چگونه توسط آدم آفریده شده؟ مایک ما میبندم. بفرمایید. آدم نه بلکه هوا از گل آدم خلق شده. از گل آدم مگر گل میزایید؟ نه اگر تو صحبت من نمیتونی بازی بدی کاوش. عزیز من از گل آدم آفریده یعنی چی؟ بده که بعد جای آماده گوش بده که اینجا لایوان نیست گوش بگیر که گیر خوب کس افتاده. کاوش من میدانم که چه کسی گیر افتاده. حالا بگو دیگه. تو یک دفعه زوری روافض نشان بدم اونا رو گوش بده. حالا ما شما رافضی ها را بزرگایتان را میشناسم. تو کمی از اونا کوچکتر هستی جانم. بفرما. تشدید چی خوانده دوبار خوانده نمیشه چون بالاش جواب هوا چگونه از گل آدم آفریده شده؟ توضیح میدم. من خاموش هستم. بفرمایید. ایشان میگن چگونه از یک تن خلق شد. آقا امام صادق علیه السلام میگه که حوا به این علت حوا نامیده شد که از حی یعنی موجود زنده خلق شد از حضرت آدم علیه السلام. و ایشان میکروفون خود ببنده در تلگرام تماس بگیره بهتره. و اگر این دفعه از تلگرام برای شما فرستادن بگید با معنای فارسی بفرستن که مثل دفعه قبلی به آب نشد. حالا در باب این که الله عزوجل در قرآن سوره نساء گفته. درسته؟ بذار ببینم. سوره نساء نیست، سوره نساء. سوره نساء هست. نساء اون همزهش را بخوان دیگه. عین نداره اون نساء هست. نساء نمیگم نساء، میگم نساء. نساء از عزیز من همزه را بخوان. سوره نبا نیست دیگه، سوره نبا. نام سوره را درست گرفتن نمیتونی. سوره با کدام نام یاد میشه؟ کاوش نساء نیست. عزیز من نساء نگفتم. سوره نساء. نه بله حالا بفرما. تو که عرب هستی زبان عربی را یاد نداری. مشخصه. کاش که تو عربی یاد داشتی حدیث را نمی‌دونی. حالا میبینی که تو تلفظ نمیتونی. بفرما هوا. بفرما که خودت باش کوبیده نشی. حالا گوش بدید آقای عبدمناف. دوستان عزیز و بزرگوار گوش میکنیم. پس گوش بدید بلکه یا تلگرام من. خب گفت جعفر صادق چی گفته بود در مورد هوا؟ پس بذار من بخونم. پس بین حرف نپر. یا تلگرام جعفر صادق را بخوان دوباره. تلگرام مدد. من نوبت از من هست. گوش بدید. وقتی در اینجا میگه که الذی خلقکم من نفس واحده، در اینجا امام صادق علیه السلام میگه حوا از این خاطر حوا نامیده شد چون که از حی، از انسان، از آدم خلق شد.
خب آدم چگونه هوا را خلق کرده؟ احساساتی آدم چگونه هوا را خلق کرده؟ جواب بده عزیز خلق من. نکرده. تو ای از جهالت. خب خودت گفتی که از آدم خلق شد. گفتم از آدم خلق شد، نگفتم آدم خلق کرد. نادانی خب چگونه خلق شد؟ من جواب میدم کاوش. بفرما من خاموش. حالا چگونگیش رو بگو به دوستان. تو هنوز نمیفهمی که از آدم خلق شد با آدم خلق کرد فرق است کاوش. حالا بفرما امور بگو به دوستان. اونمو رو میگم. پس روی زبان کنترل داشته باش. فشاری شده نمیفهمی چی میگی. اصلا گپا رو اشتباه میفهمی. از آدم خلق شد با اینکه آدم خلق کرد دو چیز مختلف است کاوش. حالا گوش کن. بفرما. پس از این خاطر حوا میگن چون که از آدم خلق شد. آدم خلق نکرد. از گل حضرت آدم الله عزوجل ایشان خلق کرد. پس خلق اصلی از یک نفر هست. در جایی که میگه الذی خلقکم من نفس واحده. حالا این مطلب رو از کجا میگیم دا آقای کاوش؟ این مطلب رو من برای شما الان میارم که ما با سند نشان بدیم. یک لحظه ما اجازه بدید تا من این مطلب رو بیارم. در این بی سوادان مجبور ما یاد بدیم دیگه. سنی از این بهتر نمیشه دیگه. حالا فکر سنی ملحدم شده باشه. همینجوری سواد ندارن دیگه، ملحدم که شده باشه هیچ. خب باشته که در کجا هستم؟ یا تلگرام مدد، یا تلگرام مدد. دوستان دعا کنید که در تلگرام میگی مایکت چرا باز است؟ حالا ما مایک ما بسته کنم میگی چرا مایکت بسته است؟ ببینین که ترس و فرار شما مالکش ها در چی است؟ من مایکم را باز میگذارم. حالا تلگرام مدد را هم برات نشان بدم. حتما باید مایکت ببندی. بفرما به خاطر که من نمیتونم وقتی تو صحبت میکنی حرفایت خنداور است عزیز برادر. مشخص میشه از گل آدم مگر آدم گل مدفوع میکرد. کاوش بفرمایین غلام بچه قنبر. کاوش من چیزی در اسمت اضافه نمی کنم کاوش. یا تلگرام مدد. در بهار الانوار علامه مجلسی غواص دریای بهار رضوان الله تعالی علیه جلد 11 صفحه 100 در باب این که در باب همین مطلبی که بذارم ببینم که الذی خلقکم من نفس واحده، در باب الذی خلقکم من نفس واحده منظور این هست. در مطالب مختلفی آمده. علی ای حال من یکشم میخوانم که عن ابی بصیر عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال سمیت حوا برای این حوا نامیده شد لانها خلقت من الحی، برای اینکه ای از حی خلق شده بود، از این خاطر میگن حوا. و حی چی معنا میته؟ حی یعنی چی؟ حی یعنی زنده، حی یعنی حاضر زنده. حالا رو بازی توضیح میدم. احساساتی نشو. یاد بگیر. قال الله عز وجل. یا میخوای میکروفون تو بسته باشه؟ حس میکنم بهتره. نه صحبت کن. باز باش کاوش. بخون ترجمه کن عزیز من. ترجمه میکنم چون شما خب بی سوادی، چیزی رو میاری خودت خوانده نمیتونی. قال الله عز وجل. افغان دوام چنین میگفت. بفرمایید. هم سنی مثل استادتون کمو است. قال الله. در کدام دانشگاه درس خواندی گفتی؟ استادتان همو است. در کدام دانشگاه بود؟ وقتی منابع از او را میاری استادت از دیگه. پیلوت بودی؟ منابع از اون است. بهار الانوار از شیعیان. نه منابع از او را در مورد دانشگاه میگم عزیز من. دروغی که زده. حالا مجلسی را با دعوا فرقش را نمیدونی. ولش کو. بس. قال الله عز وجل خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. منظور از خلقکم من نفس واحده این هست که خلق منها زوجها، از حضرت آدم، از گل حضرت آدم بود که در کجا آمده گل حضرت آدم؟ یک لحظه در کجا اجازه بده در کجا گل آمده؟ واژه گل را بر ما در متن عربی نشه. احساساتی نشد عزیز من. واژه گل در کجای متن آمده؟ توضیح میدم. احساساتی نشد. باشه گل بر ما میاره این آقا. احساساتی نشد. باشه کاوش
در عقیده مسلمانان این را باید بدانید که ما از گل خلق شدیم. حالا اگر مطلب دیگه ای باشه ما رو پاسخ بدید. بله شما وقتی دوش میگیرین چرا به لای تبدیل نمیشین؟ بفرما. کاوش از گل خلق شدیم میگه. میگه از گل خلق شدیم، این از مطلبش. خب وقتی غسل میکنین چرا آب به لای تبدیل نمیشین؟ در باب خلق شدن زوجشان هست و از این خاطر حوا. تو بیارم اون سفر بیار دوباره، چرا دورش کردی دیگه؟ خب یک لحظه این سفر خواندم چی شده بیارم. در کجا گفته گل؟ حالا امیر توضیح میدم، احساساتی نشو. نو خب از روی کتاب توضیح بده، از خودت میگی. قرار نیست که اینجا اومده باشه در عقیده. تو گفتی که عزیز من گفتی امام جعفر صادق گفته از گل. احساساتی نه کاوش. ای جان من. حالا ما با شما چگونه بحث کنیم؟ در کجا گل یعنی چی؟ داید نشان بدم که یک رافضی در یک جلسه هم خوب تا میپرانه به سوادای تو. حالا بپران دیگه عزیزم، تو که با معتوم هستی بپران. دوستان عزیز بزرگوار، وقتی عقیده را نقد میکنیم باید اصل عقیده. دوستان عزیز گوش کنید، بفرمایید. آفرین خوب بچه خوبی باش کاوش. در عقیده ما، در عقیده اسلام، انسان از طین از گل خلق شده. وقتی در اینجا میگه که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، که زوجش هم از خودش خلق شده. پس وقتی خلق انسان گل باشه منظور همین هست. حالا بحث از خودش میگه آدم وقتی خلق شده بود گل بود. نشو ولی اجازه بده که سوال کنم بابا جان. من سوال تو رو میذارم، بعضی چیزا در جای نمیرسی. این که میگه اگر از گل هستی چرا در زیر حمام میری تبدیل چی نمیشی؟ یک چیز گفتی. تبدیل چه عقیده ای دارن؟ میگن ما از میمون نباشیم مگر از گل باشیم. خب عزیزان ایشان گفتن که حالا صحبت کردی گلت را هم آوردی بگذار صحبت کنم. فرزند گل، عزیز گل، اجازه بده دیگه. زیاد بین گپ پریدی کاوش، گوش کن. باش که من کتابا را در جانت پایین کنم. احساساتی من که وقتی گل این منظور خلقت آدم ابوالبشر هستن، نه بقیه ای که ادامه داشتن. باز شما از گل به انسان تبدیل شدین؟ این از نادانی شما هسته که شما از گل به انسان تبدیل شدین؟ احساساتی نشو احساساش. عزیز من سوال مرا جواب بده، از گل به انسان تبدیل شد احساساتی یعنی چی؟ سوال پیش خود نگار دار کاوش. فرزند گل شما از گل به انسان تبدیل شدین؟ کاوش الان رفته سر بحث گل. از دیدید از بحث. خب تو گفتی که آدم ما از گل آمده، ما فرزندان گل هستیم. فرزند میمون منطقی تر است یا فرزند گل؟ ولی هنوز اخلاق اجداد خود داره، از این شاخه به اون شاخه. قیافش یک خورده مثل آدم شده ولی هنوز امشب سونی ها را خوش ساختی. حالا آمدن سونی ها برای من جو تبریکی میزن. گوش میدم که دلت قراره بد کنم همون جور که بد شده. حالا گوش دوستان عزیز بزرگوار، یک فرد باید خیلی جاهل باشه. من حقیقتا به همه اینها از اونجایی که درس دادم، از اون معراجشان، اون مادر نوبتی که میگفت مردار معراج نیست، مهراج از به هیلوا نوشته میشه. اسم خود معراج چون مینوشت خود نه هیلوا نوشته میشه، مهراج از معراج نیست. اشکال نداره، معراج بله. حالا این را اگر پویا هی بگویه اشکال داره، اگر غلام بچه قنبر بگویه مشکل نداره. آره کاوش خیلی جالبه که تو معنای اسم خود معراج بفرمایید بزرگوار. تو با کسی برابر شدی که حرف را اشتباه بگویی؟ با کسی برابر شدیم که اینقدر سواد. خب فرزند گل، اولاد گل، شما اولاد گل بگوین که چگونه شما از گل به انسان تبدیل شدید. در زمین بزنی راه فرار نداری. حالا گوش بگیر دوستان عزیز، که اگر فرار میکرد نقد دین نمیکرد دیگه. از شرمت هستن. ایشان یک خورده قیافه شبیه آدمیزاد شدن ولی اخلاق اجداد خود را هنوز داره، از این شاخه به اون شاخه. الان رفته این که گل چرقم آدم و دیگه و دیگه. در عقیده ما آدم ابوالبشر از گل خلق شد و دلیل آوردیم که حوا وقتی در آیه یکم میگه خلقکم من نفس واحده، از نفس واحد آفریدیم، در خلقت آدم ابوالبشر و در خلقت زوج منها، اگر اشتباه نکرده باشم همین متن بود. آره اشتباه نکردی بفرمایید. نفس واحده و خلق منها زوجها، که زوج وقتی میگه از نفس واحد خلق شد منظور زوجشان هستن حوا، و دلیلش هم که ایشان مسماد حوا هستن و توضیح داد. حالا در باب این که شما الان باید دما این مطلب، پس این آیه قرآن سوال داریم عزیز من، گفته خودت سوال داریم. کاوش دانت رو نگرفتیم کاوش، دستت را دور کو دیگه کاوش. ما در افغانستان یک تعداد کسا بودن که با دست می آمدن در دست آشناتر بودن. من دست بکشم شاید خاطرات دیاد. کاوش آفرین، مدارستان را خوب یادت ماند. خب سوال برای بپرسو. خلقکم من نفس واحده، پس ما این مطلبش در اینجا توضیح دادیم که منظور از خلق واحد
خلق و خلق منها زوجها، خلق زوجشان حضرت حوا سلام الله علیها هست. حالا مطلبی که ما از شما میخوایم روایت صحیح، تفسیر صحیح دال بر این مطلب که حاصل سکس خواهر و برادر هستن. نفس خود به تنهایی خود خلقکم من نفس واحده، این مطلب رو ما آوردیم و تمام. حالا شما اگر میخواید در این دوباره استناد کنید کوش، اگر میخواید در این دوباره استناد میبینید 10 دقیقه صحبت میکنی 2 دقیقه مرا وقت بتی. من حرفم خلاص میشه. حالا من منتظر هستم حرفت چه خلاص میشه. بفرمایید. قشنگ لذتش حس کنید، مثل خود چلک میپرتونم. دوستان قضاوت میکنن که چه کسی بین حرفا زیاد میپره. البته چلک نیست، چیلک هست. بفرمایید. اگر 1 ساعت واسه صحبت کرده باشم 50 دقیقه شده واسه آرام کردن، واسه اینکه ریلکس باشی کاوش گفتم اینا رو گوش بدید. اگر زبان در کام بگیری حرف از من 2 دقیقه خلاص هست، ولی 20 دقیقه باید صرفی آرام کردنت بذارم چون یاد اجدادت میکنی. الذی خلقکم من نفس واحده را، پس تا اینجا ما آمدیم گفتیم که منظور از این خلق حضرت حوا سلام الله علیها هست. حالا قرار ما و شما این بود که و یاد بگیر که چگونه من ساکت میشینم حرف. حالا صبر کن. بله خب تو چون حجاب داری، حجاب دارن سال خوب میباشن. بزرگواران ببینین ایشان فرمودند که در اعتقاد ما آدم ما ابوالبشر ما یعنی پدر بشر چه کسی بوده؟ آدم بوده. آدم ما از گل آفریده شده. خب اینها دنبال استدلال، خب میگن که شیعه استدلال میاره، شیعه منطق داره، شیعه عقل داره. حالا با همون عقل از امام اولشان علی تا امام آخرشان زمان، امام زمان یا صاحب الزمان برای ما دلیل. اجازه بده عزیز من، اسمشو بگو. اجازه بده. خب تو گفتی که صحبت نمیکنی، ساکت میباشی. ولی من مثل خودت هستم، مثل خودت هستم. خب گفتی ساکت میباشی دیگه. 12می چیه؟ اجازه میدی یک لحظه؟ مثل خودت شدم دیگه، با هم دیگه همینجوری دوستانه. پیشتر که گفتی یعنی تو پیشتر مرا میگفتی که من انسان بدی هستم، حالا مثل من شدی؟ نه مثل تو، فقط واسه اینکه طعمش حس. هر کسی که در برابرت بیای مثلش میشی. ما کاری اجازه بده که صحبت کنیم دیگه. با سنیات چه کار کردی؟ من شوخی کردم. حالا اجازه بده. شوخی کردم. آفرین، بسیار شوخ هم هستی. کاش کن حجابت را دور کنی شوخی کنی ببینیم خندایت را. خب ببینید بزرگواران، برای امین آقای حجابی من بیان میکنم که بزرگوار نام بگیر. من نام تو رو میگیرم. سعی کن 2 تا. خب شما حجاب دارین دیگه. کاوش من که حجاب ندارم، حالا برات بگم حجابی توهینه. بسوادی نکن اسمم. سعی کن من اسمت با 2 تا او میخوانم. کاوش تو درست بخون. حوا. بسیار خوب بزرگواران، از ایشان من 1 تا سوال پایه دارم. سوال پایه چی هست؟ سوال پایه این هست که آیا شما اجازه بدید دیگه. مطلب توضیح بدید. اگر اجازه نمیدی که من خودم برنامه بگیرم. خب میخوای فرار کنی دنبال همین؟ نه خب تو اجازه صحبت کردن وقتی نمیدی من چیکار کنم عزیز من باید برم خودم برنامه بگیرم دیگه. که هر چی خواستی دروغ بگی بگو خیره. نه دروغ نه. خب تو جرئت نکردی در برنامه ما بیایی. حالا من جرئت کردم چون از شما ترسی وجود نداره. شما عددی نیستین که از شما کس بترسه. حالا گوش کن دیگه. اجازه بده که سوال را برات بگویم. سوال را برات بگویم. خب ببینید بزرگ اندیشمندان، سروران، بزرگان، من از ایشان سوال دارم. آیا شما شیعیان به این باور هستین که انسان گل میتونه انسان را برای ما بسازه؟ حالا سوال ما را جواب اجازه بدید دیگه. خب عزیز من با آسمان صحبت نکن دیگه. طرف آسمان میبینی صحبت میکنی. جواب دادم. در عقیده مسلمانان خلق انسان الطین از گل بوده. شما بگوین بحث سکس خواهر و برادر. حالا عقیده شما، حالا اجازه بدید روی بحث سکس خواهر و برادر کاوش. حالا میایم با اون مبحث. حالا اجازه بدید. فرار نکن روی بحث خواهر و برادر. جواب از این بله هست. در عقیده نه تنها ما عزیز من اجازه بدید دیگه. خدا خلق انسان. خب حالا من بازم مایک من میبندم، بازم پرحرفی که باز من اجازه بدید بعداً. بفرمایید. بس یعنی مایک تو بسته کن. سر حرفت باش. مایک تو بسته کن. دوستان عزیز، این قیافش یه خورده مثل از ما آدما شده، ولی هنوز در پیش هم اجداد خود شاخه در شاخه پریدن و دم دراز و موز و دیگه هستن. میبینید بحث از کجا تا کجا رسانده. حدیث آورد خودش مفتضح شد. دقیقا از اون ماند خواندن نمیتونست. حالا در اینجا آمده این آیه را استدلال کرد. او اندیوال دیگه شده که دیدید وضعیت از او خوازی بدتر. این باز بزرگشان میگیره خود مطالب خواندن نمیتونه. حتی اینا را بان در از این آیه استدلال کرد واسه سکس خواهر و برادر. من این آیه را آورد
بردم و گفتم که الذی خلقکم من نفس واحده، صادق آل محمد علیه السلام چه میگه؟ منظور خلق حضرت حوا که تشدیدم نمیفهمم، حضرت حوا سلام الله علیها هستن. حالا ایشان قرار شد سر سکس خواهر و چالش دومی از سکس خواهر و برادر بود دیگه. ایشان حالا سعی کنید مثل اجداد خود در کجا میخواد بزنه و باور کنید فرار میکنه. من دیگه صحبت نمیکنم، حرف مرد یادتان باشه. سر سکس خواهر و برادر و یک حدیث صحیح، یک تفسیر صحیح که این سکس خواهر و برادر باشه نمیاره. میره سر این که آدم از گل خلق شد، چجوری زیر آب میریم خاک نمیشیم. این شما شاهد، من صحبت نمیکنم. بفرمایید. کاوش. ببینید بزرگواران، وقتی ما در یک گفتمان و گفتگو قرار داریم، هر ادعایی که میکنیم برای اون ادعای ما باید استدلال داشته باشیم. این به این معنا نیست که وقتی ما گفتم که شما از نسل خواهر و برادر هستین، اینها مبدای خودشان را یا مبدای خودشان را، آغاز خودشان را از چی بیارن؟ از گل بیارن و من اینجاش خاموش باشم. حالا من به همین بزرگوار گفتم دین شما میگین که شیعیان، ما شیعیان استدلال بلد هستیم. خب حالا همین دوست شیعی ما، همین دوستی که برای ما با ما داره صحبت میکنه، به این باور هست که انسان میتونه از گل شکل بگیره، اما انسانی که با میمون ها جد مشترک داشته باشه برایش غیر منطقی هست. خب حالا من برایشان این مطلب را آوردم، گفتم شما آیا به این باور هستید که انسان از گل آفریده شده؟ ایشان گفتن بله، ما به همین باور هستیم، این اعتقادات ما هست. حالا من مجبور هستم به عنوان استدلالی که ایشان کردن ازشان سوال کنم، خب شمایی که از گل هستین، میشه عناصر تشکیل دهنده یک فرد متوسط را بدن اجازه بتی دیگه، اجازه بتی عزیز من، حالا شما که دلیل ندارین، عناصر تشکیل دهنده بدن انسان را با ما معرفی کنین که در بدن انسان کدام عناصر هست. خب این عناصر را ما میبینیم، این عناصر را ما جمع میکنیم و میبینیم که در گل این عناصر وجود دارن ندارن. اگر در گل این عناصر وجود داشتن، استدلال ایشان کاملا درست هست. اگر در گل این عناصر وجود نداشتن، ایشان دارن مثل علی تقیه میکنن، ایشان دارن مثل علی دروغ میگن. خب حالا عناصر تشکیل دهنده گل را و عناصر تشکیل دهنده بدن انسان را برای ما بگوین. بفرما عزیز من، عناصر تشکیل دهنده بدن انسان یعنی چی؟ اوکی شنیدن، همه شنیدن. میکروفون بسته. جواب بده عزیز من. میکروفون بسته دیگه. بفرما. میکروفون بسته. دوستان عزیز بزرگوار، من براتون گفتم، چشم بسته براتون غیب میگم، تا صبح جواب دادن نمیتونم. اینجا گیر نفرش نیافتاده بود، کنار فرار سعی کن. حالا قرار شد سکس خواهر و برادر و چون یک دانه روایت نمیتونن بیارن، چون این عقیده سنی ها هست که خواهر و برار، دختر و پسر حوا و آدم سکس کردن مال دنیا آمدیم. این ازدواج اونا هستن، چون خودش قبلا سنی بوده، فکر مونه همه مثل خودش هستن. الان ای حال و میگن همه ما گفتیم که خلقت آدم ابوالبشر طین بوده. حالا بقیه اونها آدم با حوا که هر دو انسان، یعنی همین ارگان های ما را داشتن، همین ارگان های دست و پا و سیستم گوارش و سیستم تعریق و هر چیزی که در بدن هست، خون رسانی و اینها، بقیه همه از حاصل ازدواج مرد و زن هستن دیگه. بقیه نسل انسان حاصل ازدواج مرد و زن هستن. حالا در باب این که آدم و حوا که ازدواج کردن، سوره نساء آیه 1 گفت، سوره نساء تلگرام مدد، سوره نساء آیه 1 گفت، او را ما گفتیم که الذی خلقکم من نفس واحده، او را توضیح دادیم که منظور خلق حضرت حوا هست. فرزندان آدم و حوا در دنیا میان و ما این احادیث را از بهار الانوار نشان دادیم که آقای امام رضا علیه السلام میفرماید که هم الله عز وجل همان گونه که قادر در خلق آدم ابوالبشر بود، قادر در خلق موجودات دیگه هم هستن که با فرزندان آدم و حوا ازدواج کنند و این لازم نباشه که سکس خوار برار باشن مثل عقیده قبلی ایشان که سنی بوده الان ملحد شده. این از این مطلب. و حالا ایشان گفتم تحدی ما در باب سکس خواهر و برادر بود و ما از ایشان امیر خواستم یک حدیث صحیح، دوباره تکرار میکنم، یک حدیث صحیح، یک مطلب صحیح یا یک تفسیر صحیح از تشیع در باب سوره نساء آیه 1 بیارن که گفته باشه سکس خواهر و برادر باعث ادامه نسل آدم ابوالبشر شده.
و من بر سوال خود پابرجا هستم، ولو که ایشان تا صبح را داد بزنه که فرار کردی، جواب ندادی و فلان و بسم الله. چون ایشان گیر آدمش نیفتاده تا حالا. ایشان با دمو لایوایی که خودش گذاشته دروغ زیاد گفته. یک موردش خودتان شنیدید دیگه، میگفت عبدمناف بت پرست بود، در حدیثی که خود چی آورد نوشته بود بت پرست نبود. یعنی رو میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که این کاوش همین عادت را داره. حالا تحدی های ما رو همه شما شنیدید. در باب اولین تحدی که وضعیت چرا دیدید، وضعیت اندیوالش رو دیدید که نه فارسی میتونن بخونن نه عربی. عربی را آوردن مثل بچه کوچیکایی که توی روزنامه عکس نشان میدن، نام عبدمناف نشان دادن. حالا از کجا منافه یا منافه، او رو بان یا او رو تو بیار. تحدی دوم که تحدی میکنم، یک روایت در باب این که شیعیان اعتقاد دارن که آدم و حوا ازدواج کردن، دختر پسرش که در دنیا آمد اونا سکس کردن. یک روایت. اینم جواب نده، رفته سر خلق انسان از گل، خلق انسان از گل که همان آدم ابوالبشر اولی هستن. چرا؟ چون بقیه ما دیگه از گل نه بلکه از همان رگ و ریشه هست. این از قضیه. و ایشان خود بکشن، خود کاوش خود بکشن، بحث من عوض نمیکنم. چون ایشان بحثه، من دوباره گوش بدید چشم بسته براتون غیب میگم. ایشان دوباره میخواد از این بحث، چون باید بحثه او زمان بحث خالق باز بشه. او زمان بحث خالق باید باز بشه. ایشان عقیده یا تلگرام مدد، ایشان عقیده اسلامی رو میدونن که در عقیده مسلمانان خلق طین هستن. حالا تعریف های دیگه هم هستن که او بهش بپردازیم طولانی میشه. ولی مطلب ما در باب سکس خواهر و برادر بود. و سومیش هم یادتان نره، چون سومیش هم ایشان فرار میکنن. آثار فرار میبینید که اگر نمیخوای خود من لایو بذار، ما در لایو بذار در مردم پلچارت بی‌سواد مثل خود دروغ بود. کتابا رو بیار که نمیشود رو میشود بخون. حالا تحدی سوم چی بود؟ که ظهور امام زمانی که ما اعتقاد داریم لنگ همین 313 نفر است، چون که نیستیم ایشان نمیاد. پس تحدی 2 و 3 ما مانده. حالا ایشان که چی میپرسن که مواد تشکیل دهنده آدم چیه؟ اگر تو گل هستی چرا زیر آب میری تبدیل گل چی نمیشی؟ من یک جواب کوتاه در ایشان میدم، یک جواب کوتاه. بعد ایشان میخوام که سر بحث سکس خوار برار از کتابای ما برگردن. الانم من بیشتر صحبت میکنم که ایشان بزرگشان بیشتر وقت داشته باشه در گوگل و در تلگرام مدد بگیره، کمکش کنن. حالا چی میگم؟ تو این گل مخلوطی از خاک و آب هستن. مخلوطی از خاک و آب هستن. حالا این که در انواع خاک ها چنو مواد معدنی هستن فرق داره. در بعضی از خاک ها مثلا از باب مثال میگم منیزیم یا فسفرش زیادتره، یا حالا موادی که مخلوطی قاطی از خاک هستن. پس این که خاک منظور چه خاکی که آدم ازش خلق شه. 1 2 و گل از ترکیبش با آب در دست میاد. که آیه دیگه از قرآن هست، اگر اشتباه نکنم آیه قرآن هست که هر چیز را از آب آفریدیم، هر زنده جانی را از آب آفریدیم، یا این گونه هست که هر چیز را با آب زنده گردانیدیم. که امروزه علمم نشان میده که تقریبا اگر اشتباه نکنم حالا 70 یا 80% بدن انسان از آب تشکیل شده، که بدون آب فعالیت بدن انسان مختل میشه. این از این باب. و از باب خاک هم همان گونه که این بدن در خاک تجزیه میشه، موادش در خاک تجزیه میشه. شما فکر کنید این بدن رو میذاری زیرش خاک هست دیگه، همان گونه که این بدن کم کم حل در خاک میشه، همان گونه شما فکر فیلم جلو و عقب کنید، همان گونه که حل در خاک میشه، همان گونه میشه که از خاک دوباره جمع میشه. و از باب گل که آب هستن، این 70-80% بدن انسان اگر اشتباه نکنم، حالا دقیق نمیدونم، از آب هستن. این هم از این دلیل. راجع به سکس خواهر و برادر و یک تفسیر یا حدیث صحیح از کتاب شیعیان بگو، و 2 راجع به 313 شروع کن. ببینین بزرگان، مسئله آیا انسان از خاک هست یا از خاک ساخته شده، ما بیان کردم که شما عناصر تشکیل دهنده بدن یک انسان را برای ما بگویید که بدن یک انسان از چی چیزی ساخته شده. من نگفتم عناصر گل و خاک را بگویید، من گفتم عناصر خاک، عناصر بدن انسان را بگویید برای ما. انسان 65% از اکسیژن، 18% از کربن، 10% از هیدروژن، 3% از نیتروژن، 1.5% از کلسیم، 1.0 از فسفر، از پتاسیم، گوگرد و سدیم و مگنیزیم و مس و سلنیوم و کلر و تمام عناصری که در جدول مندلیف هستند ساخته شده. جدولی کی؟ جدول مندلیف است عزیز من. بله. حالا تو صحبت کردی، من مایکم را بسته بودم. حالا ببین که تو چقدر قواره میکنی، چشمهایت هم از زیر اون حجابت معلوم نمیشه.
من عزیز من اون مندلیفی را که شما میگین، اون مندلیف به کتاب به زبان روسی کتاب نوشته. جدول مندلیفی را که شما میگین، امان تخلصی را که ما در زبان فارسی مندلیف میگیم، به زبان روسی میشه مندلیف. متوجه هستین؟ اسم درستش چیه؟ متوجه شدین؟ اسم درستش چیه؟ اسمش دمیتری هست، تخلصش مندلیف میشه به زبان روسی. ما به زبان فارسی برش میگیم جدول مندلیف. مندلیف. حالا اجازه بده. عزیز من، مندلیف کیه مگه حمام؟ ما صحبت کردم، تو صحبت کردی، من ساکت بودم دیگه. درست بخون مندلیف. حالا اجازه بده. اجازه بده که من صحبت کنم. درست است. اجازه بده. حالا من برات معرفی کنمش. مایکت را ببند. تو که صحبت کردی 8 دقیقه من مایکم را بستم دیگه. ادب داشته باش. اسم علی در روسی میشن شوفن شو. خب عزیز من، مندلیف کیه؟ آقای جان برادر، خب گوش کن دیگه. خود همین کسی را که شما مندلیوف میگین، اسمش فامیلیش مندلیوف نیست، تخلصش مندلیف از به زبان روسی، نه مندلیوف. حالا ما در افغانستان به نام مندلیف یادش میکنیم، مردم عزیز ما در ایران به نام مندلیوف یادش میکنن و به هر گویش فرق میکنه، اما اصل چی هست؟ مندلیف هست. متوجه هستی؟ تو این مسائل را یاد بگیر عزیز برادر. مندلیف. خب. بله عزیز من، ما در افغانستان میگیم جدول مندلیف، مندلیوف نمیگیم، اما در زبان روسی میشه مندلیف. بله، سپاس. شما که در قم بزرگ شدین، نمیدونم گویش مردم افغانستان را میدونین نمیدونین. بسیار عالی. خب بله، حالا میریم به مسئله سوره نساء آیه اول. ببینین بزرگواران، سوره نساء آیه اول را ما آوردم که ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید. خب ما گفتم حوا چگونه از آدم آفریده شده؟ خب ایشان گفتن که از گل آدم آفریده شده. خب ما گفتم از گل آدم یعنی چی؟ خب چرا الله شما نیامد؟ کلام الله شما که فصاحت داره، بلاغت داره، چرا نیامد نگفت که من چیکار کردم؟ حوا و آدم را زمان از یک گل آفریدم. از گل آدم آفریده شد یعنی چی؟ استدلال برای این که گل آدم یعنی چی؟ ایشان رفتن روایتی را از کتاب بهار الانوار مجلسی آوردن و گفتن که در کتاب بهار الانوار مجلسی اونجا گل آدم آمده. اونجا گل آدم نیامده بود، اونجا از آدم آمده بود. باز هم امین آدمی که ایشان گفتن. خب گل آدم یعنی چی؟ یعنی آدم به جای مدفوع گل مدفوع میکرد. مفهوم نداره که قواره نکو، بگذار صحبت کنیم دیگه. این قواره کردن، پیش آمدن، خب اگر واقعا چهره را نشان میدی بیا مناظره و همون ماسکت را بردار که تصویری صحبت کنیم. در غیر از اون دست بازی کردن، لغت زدن، آب بازی که نمیکنی دیگه. حرفی که همه تان میزنید بند که میمونید. حالا گوش کن دیگه. حالا تو صحبت کردی من مداخله نمیکردم. بار ششم است که من صحبت میکنم مداخله میکنی. برای خوار شوی خوش میکنم من میکشم. تمام صحبت. بله خب شما که ادب نداری. ازدواج سنت شما برای ناموس خودتان معذرت خواهی میکنم، برای ناموس خودتان گرگ هستین، برای ناموس دیگران سگ میشین. شروع. بله. خب حالا ببینید بزرگواران، در آیت اول سوره نساء آمده برای این بزرگوار که ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید. یعنی همه، از این آقای بزرگواری که با ما صحبت میکنه گرفته تا حوا، همه از آدم آفریده شدن. همه، یعنی اسپرم دوم در اینجا وجود نداره. خب و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند، یعنی پخش کرد از آن دو تن. خب خلقی بسیار پراکنده کرده. آدم با حوا رابطه جنسی میکنه، صاحب دختر و پسری میشه. خب ادامه نسل کجا میره؟ آیا سکس خانوادگی وجود داره، حضور داره یا چگونه؟ سوال اینجاست. خب اگر حالا اجازه بدید که من سوال کنم. تازه سری بحث رسیده که سکس خانوادگی بوده یا چگونه. حالا اجازه بدید که خب من حرفم تمام شد، تو صحبت کردی من سکوت بودم دیگه. اشکال نداره. خب پس سکوت کن دیگه که اشکال نداره.
ببین این طریقه حالا گفتگوی طریقه شما شد است دیگه. 8 پیشتر دقیقه و آواز مایکم را به می‌خوان. رادیوی عنوان خراب، پیشتر آواز فرد می‌خوان. مؤدب میبندم. پیشتر آواز شما می‌خوان. دست و پا میزنین، پیشتر لنگایتان را وسط بالا صحبت میکنین آواز مثل می‌خوان. نجیب برود در برنامه. من لیف، آقای لیف، پیشتر وسط گفتگو آواز میخوان. تو از ادب صحبت نکن. عزیز من شما آدم پیشتر از این صحبت سر کردین، بس. من سکوت. حالا میخوایی که با این حرفایت من لایو را ترک کنم بعد علی علی بگذاری؟ آواز میخوان یا نشته که در کاوش خب گفته از آدم و هوا مردان و زنانی را پراکنده کرد. خب در اطراف عالم مرد و زن پراکند، یعنی پخش کرد، منتشر داد. خب شما بگوین که نسل شما از کجا آمده که اصل سکس خانوادگی نیست؟ چی کسی در خانواده آدم و هوا آمده که شما تولد شدین اگر از نسل خواهر و برادر نیستین؟ بفرمایین بزرگوار، تمام شد؟ بفرمایین. تمام شد یا نشد؟ ولی شما که مداخله کردین، اما من مایکم باز است، مداخله هم نمی کنم. مشخصه. پیشتر کی آواز میخواند؟ عزیز من حالا من به شما وقت دادم، شما برای من باید وقت بتین دیگه. خب پیشتر کی آواز میخواند؟ میخوام بدانم فقط. حالا من یک بار دیگر هم میتونم آواز بخونم، مشکلی نیست. خب چون تو صحبت بلد نبودی. در تو مناف را حرف معرفی میکردی. تو که سواد گفتگو نداری عزیز من. عربی را نمیتونه بخونه. اون حدیثی که آوردی اونمو حدیث. حالا تو عربی میدانی که هنوز فرق میان کلمه و حرف را نمیدونی. آوردی اونمو در روی تو خورد. این که در اینجا من منظور بفرما. حالا بیار، حالا از آیت چرا دوباره فرار میکنی؟ هر کسی میدانه که چگونه مرد و زن زیاد پراکنده میشه از آدم و هوا؟ سوال مرا جواب بده. داستان گفته و سر از این رسیده که چگونه ادامه پیدا کرد. یک ساعت بله. خود بازی دادی چون من تو رو میشناسم. حالا بفرما دیگه، مرا میشناسی یعنی چون تعقیبم میکنی. بفرما. نوبت ما بسته کن. نوبت ما. بسته نمیکنم، صحبت نمیکنم. بفرما. صحبت نکن. دوستان عزیز و بزرگوار، بعد از این همه زدن و کندن من ایشانو میشناسم. تلگرام و گروه ها کل بچه‌هایی که اینجا لگانده شدن همه دارن دست به دست همدیگه میدن که برای ایشان مطلب بفرستن، ایشان بند نمونه. اونو میبینید که چقدر با صحبت و آواز خواندن وقت میخرن. اینا رو ببر واسه مسنیای خود. حالا تازه رسیدن، یعنی من یک ساعت دارم میگم که بحث سر ازدواج خوار و براره. عزیزان دل، خوب عقلتون رو در کار بندازید، نه مثل بعضی ها. چرا اینقدر راجع به خلقت از گل زیر دوش بری، این چی ساخته شده، او چی ساخته شده، بعد آخر سر از می بیاید؟ چه وقت خریدن هسته دیگه. این فکر میکنه همه مثل اجدادشان خدای نکرده از درخت آویزان بودن. پس کلی از این وقتا رو خرید که دوباره سر اصل مطلب بیاد، چون دوستانش باید در تلگرام مدد بکنن که ایشان بتونه یک مطلبی رو 6 بار تکرار کردی. خب جواب من بده دیگه. وقت من هست، دوست دارم وقت بگیر اندازه مسافت. خب وقت خودت پس تایمر بگذار دیگه. تمام. تایمر بگذار پس. مغالطه تکرار. هر چی باشه که مردم بدانن. نخه مغالطه تکرار. بله، مغالطه نفی اسناد. درسته. اون رو هم برات ثابت میکنم در لابد. دوستان عزیز و بزرگوار، بذارید که من این مطلب رو دیشان نشان بدم. تایمر بگذار لطفاً. تایمر بگذار. توهم. نه اینجا بابا جان در تیک تاک مدراتورایت را بگو بگذارن ما ببینم. ما چی کنم که تو میبینی؟ ما ببینم عزیز من، دوستان ببینن. دخانیق تایمر بگیر. دخانیق بگیر، من حرف تو رو قبول دارم. بزرگوار تیک تاک تایمر داره، شما سواد دارین؟ دخانیق خود من نمیخوام اینجا تایمر بگیرم. تایمر تیک تاک بگذار که دوستان ببینن، قضاوت کنن که شما چی میگین. تایمر خانه شما را من چی کنم؟ حال بحثا بابا جان این طریق بحث است. دوستان عزیز و بزرگوار، من اینجا تایمر میگیرم، هر کسی هم میخواد دخانیق. عزیز من تیک تاک تایمر داره. بزرگواران ایشان میگن که اگر این قولی که شما میگید در مورد نسل انسان، اگر حاصل سکس خواهر و برادر نیستن، حاصل چی هستن؟ بریم با هم دیگه برخی از کتب با هم دیگه بررسی کنیم. خوب نگاه کنیم. ما قرآن میارم، ایشان کتب میاره. چی؟ عزیز من قرآن را بیار، کتبتون را من چی کنم؟ از قرآن بیارم که چجوری نسل. ولی همین آیتی را که من گفتم جواب از این را بده، کتبتون را چی کنم من؟ آیتی رو که گفتی از نفس واحد خلق شده توضیح دادی، بعد گفتی آیا حاصل سکس بوده، این فامیلی که زیاد شد حاصل سکس بوده یا چرقم بوده، درسته یا نه؟ بله عزیز من، کتب از قرآن چرا خارج میشی؟ تو مگم سنی بوده قبلا دیگه، سنی بوده. الان استدلالات هم حالا ببینید دوستان، من از قرآن سوال میکنم، میره باز بهار الانوار. مگه از قرآن بیار، مثل سنی ها که میگن از قرآن بیار نام امام رضا را. من نمیگم نامش را، من آیت قرآن را خواندم، استدلال کردم، سوال کردم. آیت قرآن را شما خواندید، زدی سر خلق و گل و دیگه بعد سوال مطرح کردید. شما از نفس سوال نیست سوال هست. بفرمایید من. نفس از نفس آیه هیچ چیز را ثابت نمیتونی. بین حرفم نه پر وقت ما دارم. من وقت از اول میگیرم.
از نفس آیه فقط میتونه ثابت بکنه که خلقکم من نفس واحده، بعدش توضیح بده که مردان و زنان زیادی را منتشر ساخت. شما نمیتونی بگی سکس خوار و برار بود و میگی اگر سکس خوار و برار نبود چی بود؟ نوبت من جواب بدم، احساساتی نشو. اگر سکس خوار و برار نبود چی بود؟ میبینی چقدر اینجوری خوب پیش مره؟ ریلکس باش، ریلکس باش، هیچ کسیش با شما کاری نداره. هیچ راحت انشالله که تد میرسانم به تلگرام. جای خوبی آمده، جای خوبی آمده. دوستان عزیز بذار من میرم یک لحظه اجازه بدید، من میرم زمین بذارم، من زمین بذارم. وقت شما میگذره عزیز من. اشکال نداره، تو اندازه وقت مثلا تایمرتان را نشان بدین. چی شما 3 دقیقه دنبال نخود سیاه میرین؟ نخود سیاه نیسته، وقت من میگذره. تو چی؟ خب عزیز من تایمرت به من معلوم نیست، من چی میدانم وقتت چی است؟ اینا بذار من تایمر رو نگاه کنم. تایمر همینجوری داره. چند دقیقه گذاشتی اصلا؟ 1 ساعت گذاشتی؟ آقا دقیقاً خودت بگیر اصلا. هر چقدر تو گفتی من امیر بالا کش میکنم، هر چقدر تو گفتی من قبول دارم، اشکال نداره. چرا احساساتی میشی؟ خب تایمر را چرا در برنامه نمیگذارین؟ خودت بگیر، من دوست ندارم. در کتاب مقام الفضل خوب دقت کن، در جلد اول این کتاب علامه ذوالفنون آقا محمد علی کرمانشاهی در این کتاب در صفحه 341 خوب دقت کن. زوجه حابیل و قابیل از چه مخلوق شدند و سایر ازدواج پسران آدم از چه بود و پسران او چه شدند؟ موافق مذهب اهل سنت و مجوس. سنی که شما قبلا بودی، با مجوسی ها اعتقاد داشتن که حضرت حوا در هر بطن یک پسر با یک دختر تو هم زایده، دوقلو میزاید و دختر هر بطنی را به پسر بطنی دیگر تزویج میکرد. زبدری سکس میکنن خوار برا هم دیگه میدادی. و در بطن اول قابیل با اقلیمیا و در بطن ثانی حابیل با لیوزا بوده و قابیل. حالا این نخوانیم بهتر هسته چون موافق مذهب سنی ها هستن. حالا جایی که ما استناد میکنیم، لکن موافق اخبار ائمه اطهار و اقوال اکثر اعیان شیعیان آن است. نظر ما چی هسته؟ در هیچ وقت خواهر بر برادر حلال نبود. الله الله الله. و حکایت مذکوره محض کذب بوده و از یک لحظه صفحه چند بود؟ آره ادامش 242. و از مجوس به اهل اسلام سرایت نموده. منظور از اهل اسلام چی هستن؟ همون چیزی که در دیگه نشان بدم، همون چیزی که در مطلب قبلی گفت که میگه اهل سنت و مجوس میگن اونها زبدری با هم دیگه سکس میکردن. ولی موافق اخبار ائمه اطهار و اقوال اکثر اعیان شیعیان این هسته که هیچ موقع اینها حلال نبودن. حالا این مطلب را اگر خواستیم ما قبلا نشان دادم، ولی در بهار الانوار چی از آقای امام رضا و اگر اشتباه نکنم امام صادق راجع به ازی توضیح دادن. ولی در اینجا صفحه بعدی را بیارین، صفحه بعدی بیا میگه که و حکایت مذکوره محض کذب بوده و از مجوس به اهل اسلام سرایت نموده، چنان که در کتب سیر و تفاسیر مسطور است. پاورقی 3 بهار الانوار یعنی حدیث ها، تفسیر عیاشی یعنی حدیث ها، حدیث 8. حالا شما ادامهش را بخونید. بخونید بفرمایید. خلاصه موافق اخبار امامیه آن است که حق تعالی حوریه‌ای از بهشت فرستاد و آن را به شیث پسر آدم تزویج کرد و اسمش نزله بود و حوریه‌ای دیگر فرستاد که اسمش منزله بود و او را به پسر دیگر آدم که در بعضی از اخبار اسم او را به یافت تعبیر شده و شاید که لقبش قابیل بوده، منظور همین دو تایی که مشهور هستند، تزویج نمود و از شیث پسری و از یافت دختری به هم رسید و به هم دادند و بنی آدم از ایشان به هم رسیدند. ادامهش رو بخونم. بفرما. و مستفاد از بعضی اخبار آن است که زن برادر شیث دختری از جن بوده. 5 چی هستن؟ بهار الانوار جلد 11 228. چند؟ 228. و شاید یافت 2 زن داشته باشد. تمام. پس این چیزی که شما میگید سکس زبدری موافق مذهب اهل سنت و مجوس هستن، ولی موافق اخبار ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و اقوال اکثر اعیان شیعیان آن است که در هیچ وقت خواهر بر برادر حلال نبوده. اناری بسم الله. غیرت مردانگی اگر در وجودت میبینی یک روایت صحیح و سند بیار که از سکس خواهر و برادر باشه، یعنی هم از این دلیل. شروع کن. ببینین بزرگواران،
من برایشان مطلبی را عرضه کردم که شما در کتابتان قرآن آمده که از آدم و حوا همه مردان پراکنده شدن و زنان پراکنده شدن. ایشان منبعی را برای ما آوردن که چی هست؟ حور بهشتی را چی کار کرده؟ الله در خدمت فرزندان آدم قرار داده و فرزندان آدم با حور بهشتی و زن برادر، یعنی زن یکی از فرزندان آدم جن بوده. بزرگواران حالا اجازه بتی من سکس خوار برا رو بیار. حالا اجازه بتی لطفا. اجازه میدم سکس خوار برا رو بله. بیار. ببینین اجازه بتی دیگه که صحبت کردی، من که شنیدم با جان دل. حالا خودت با جان دل بشنو. سکس دوستان خوار برا عزیز، بیار. دوستان عزیز، ببینید که اینها میگویند الله برای فرزندان آدم حور بهشتی فرستاده. مطلبه که من خواندم مغلطه تکرار. اجازه بده که عزیز من مغلطه خب اجازه نمیدی که صحبت کنیم دیگه. تکرار نباشد. یعنی چی؟ خوار برا صحبت کن. خب اجازه بده که من صحبت کنم. تو که مغلطه صحبت میکردی من تکرار سکوت اختیار نباشد. کردم. حالا من مغلطه صحبت تکرار میکنم. نباشد یا مردم مغلطه تکرار مثل خودت انجام بدم دیگه. شما راجع به سکس حالا خوار چیغ برا- بزن، چیغ تمام شد، من صحبت میکنم. کوش راجع به چالنجی که گفتم صحبت کن. گفتی بیار. خب چیغ تمام شد، بگو که من صحبت کنم بعدا. قرار کنیم. نه چیغ زدی؟ نه چیغ نزدم که طبیعی هستم. خب چیغ تمام شد. نه بحث چیغ نیست، بحث فرار کردن. پس لطفاً وقتی من صحبت میکنم چیغک نزن دیگه. دست و پایت را بالا نکو عزیز من. الان میخوام یک دهن آواز بخونم. نظرت چیه؟ بفرما بخوان. نه من میسست نمیخوام. خب بخوان دیگه. حالا با همون قولت هم استاد نیستی دیگه. ولش کن. تو بیادب بودی. من خب میست. توانایی قولت را هم نداری. شما بد قول هستین. گفتم بخوانم یا نه؟ گفتی بخوان، گفتم ولش کن. خوشم نماد. تمام دیگه. پس سکوت اختیار کن برای توضیح بدم این مسئله را. مسئله رو توضیح بدی و پاسخ بده. بفرمایید. بله بسیار خوب. ببینید بزرگواران، من برای ایشان گفتم که در کتاب شما، در کتابتان به اسم قرآن آیتی آمده که آدم و حوا، از آدم و حوا مردان و زنان حوا هستن. درست بگو. نه عزیز من حوا میگم برش، حوا نیست. حالا دیگه دوباره کلام مرا اجازه بده که منعقد بشه. کلام مرا منقطع میکنی برادر بزرگوار. منقطع که عربی هست، فارسی. مردی از پارس. من اجازه دارم، من زبان عربی را دوست دارم. من مثل شما فارسی ستیز نیستم که شما فارسی ستیز هستین. من مشکلی با مردم عرب ندارم. مشکل من با شما خرافاتی ها و افراد. حالا ببین چگونه مبحث را عوض میکنی. میبینی چگونه مبحث را عوض میکنی. آواز میخواندی پیشتر از او خاطر. بفرمایید. بله. حالا اگر صحبت داری بفرما. صحبت نه، یک کلام صحبت. اگر من شروع کنم مداخله نمیکنی؟ راجع به بحث تعدی که من صدای کلام میبندم. اینها راجع به سکس خوار و برار صحبت بکن و الکی از خزعبلات دیگه نگو که ما فلان کردم و بسمدان کرد. چیزی که گفتی را از باب آیات قرآن من پاسخ برش دادم، از جنس واحد دلیل آوردم. از باب این که تو فقط میگی مردان و متن قرآنه که مردان و زنان دیگر انتشار یافت و سوال پرسیدی. کلیپت هست. گفتی که اگر سکس فامیلی نبوده چی بوده؟ من دلیل آوردم. حال این که دلیل ما با مبنای عقلی شما سازگار نیسته اوکی هسته، چون شما مسلمان نیستی و میتونی مبنای عقلی رو نداشته باشی. میتونی خودت از سکس یک شامپانزه بدانی. اون من باش مشکل ندارم. تو هستی دیگه. با عقل من سازگار نیست که تو شامپانزه باشی. با عقل تو سازگار نیست که مثلا گل باشن یا چی باشن، یک حوریه بهشتی باشن. اینا اشکال نداره. چالش من راجع به سکس خوار برار بود. صحبت کن. بسیار خوب. ببینین بزرگواران، من ادعا کردم که در متن قرآن در سوره نساء در نص صریح قرآن بیان شده که اینها از نسل یک زن و یک مردی که اون زن هم از وجود اون مرد آفریده شده، ساخته شده و اینها از اونجا نسلشان پراکنده شده. خود نص صریح قرآن برای ما این آیت را، این موضوع را بیان میکنه. خب ایشان کتابی را آوردن که اونجا در نقد اهل سنت و مجوسی ها آمده در ابتدا. بعد گفته که ما به چی باور هستیم؟ ما به این باور هستیم که الله ما حور بهشتی فرستاده. به چی کسی؟ به فرزندان آدم و حوا. خب و یکی از خانم‌های برادر یکی است. یعنی چی کسی؟ یعنی از این دو برادر یکیش دو تا خانم داشته. یک خانمش حور بهشتی بوده و خانم دیگرش از جنیات بوده. یعنی انسان در باور اینها با جن سکس میکرده.
خب یک بار یه مطلب حالا اجازه بدید دیگه. دروغ زدی، اشتباه گفتی. خودت گفتی که خانم برادرش جن بود عزیز من. حالا من از کجا بدانم که شما از نسل جن هستین یا از نسل انسان؟ خانم برادر کی؟ خانم برادر فرزند آدم و حوا. درست الان درست. بله. خب مطلبیه که ما عزیزان، اندیشمندان، حالا همین هایی که ادعا دارن که ما از نسل خواهر و برادر نیستیم، حالا روایتی را برای ما بیان کردن از این کتابشان که از نسل جن هستن، از نسل سکس، اجازه بدید دیگه، از رابطه جنسی انسان و جن. خب آیا انسان با جن سکس میتونه بکنه بزرگواران؟ آیا میتونه یک انسانی مثل ایشان بچه کاکایش شامپانزه باشه؟ بگید بله. عزیز من، حالا ما برات جواب میتم، اجازه بدید که من صحبت کنم. ببینین بزرگواران، ایشان به این اعتقاد دارن که یا از نسل حوری هستن که نه پدرش معلوم است نه مادرش معلوم است و این که حور وجود داره نداره، اصلا حور کی است یا حوریه کی است. کنار بذار. اجازه بدید. خب خودت استدلال کردی دیگه عزیز من، حیف من بر تو. شما سست یک ساعت خزعبلات میگی. خب حالا نوبت من از خزعبلات میگم، آهنگ میخوانم، نوبت من از دیگه. برای شما قبول نیسته که حوری که پدر و مادرش معلوم نیسته؟ خب همین مطلب راجع به عزیز من، حالا شما گفتین که خانم برادر از او جن بوده یا خیر؟ و مستفاد از بعضی اخبار آن است که زن برادر شیث دختری از جن بوده و شاید بله. حالا آدم با جن سکس کرده؟ آدم با جن سکس کرده؟ این سوال تک بار بگو که آدم با جن سکس کرده. انسان برادر یکی از فرزندان آدم با جن سکس کرده که شما آمدین؟ بعضی از روایات نادر. عزیز من، همون بعضی از روایات شما، آیا در بعضی از روایات شما انسان با جن سکس کرده نکرده؟ نه، این رد هست. دو تا گوریل با هم دیگه سکس کردن و امثال شما داده. بفرما. اینم حمله به من سوال میکنم میگه گوریل. سوال هست. شما همون جوری که این طرز بحث نیست عزیز برادر، این طرز بحث نیست. آقای قنبر، آقای غلام بچه قنبر، احساساتی یعنی چی؟ من افسوس میخورم که من با تو صحبت میکنم. افسوس چیه؟ عزیز من افسوس میخورم. اجازه بدید دیگه. افسوس نه افسوس. عزیز من حالا اجازه بدید دیگه. قرار شد استناد بکنی دلیل بیاری که سکس خواهر و برادر هستیم. حالا چرا میگم خب حالا شما خودتان را سکس خواهر و برادر با یک روایت بسیار بیچاره و بدبخت با سکس جن و انسان آوردین دیگه. نه در اینجا راجع به حوریه صحبت شده. خوب گوش بده. موافق اخبار امامیه آن است که حق تعالی حوریه از بهشت فرستاد. جان دلم، حالا شما خودتان را از سکس برادر خواهر خودتان اقرار کردید به زبان شیرین پارسی و گفتید که انسان یکی از خانمهای برادر فرزند آدم حوریه بوده. خلاصش چی هست؟ و یکی دیگرش هم چی کس بوده؟ جن بوده. شما از نسل جن هستین یا از نسل حوریه؟ این که در آخر میارم میگم مستفاد از بعضی اخبار، بعضی روایت ها هست که زن برادر، اول ببینید که یک بعضی میاد، اصل خلاصه این هست، یک بعضی میاد، در خود ازی بعضی یا وجود دارد و شاید یا دو زن داشته باشد و اصلا بحث سر این نیست. انسان از گل خلق شد. خب شما حالا روایتی را بیان میکنین. خب اجازه بدید. شما حالا در وقت ما چرا مداخله میکنید؟ روایت بیارید آقا اینها همه درسته، چه جن چه حوریت چه کس دیگه، اینها چیزی که من اینجا برای شما آوردم ما قبول داریم. بسیار خوب. چالش ما چی بود؟ شما ادعا کردید که حاصل سکس هستید. یک کلمه فقط بگو، منبع بگو از شیعیان که گفته باشه حاصل سکس خواهر برادر، یک دانه بس ایورور نبود. بسیار خوب. حالا سکوت کن که من برات منبع بگویم. من اینجا خواندم یک بار دیگه میگم موافق اخبار امامیه آن است که حق تعالی حوریه از بهشت فرستاد و آن را به شیث پسر آدم تزویج کرد. حالا بقیش ادامش. لکن موافق اخبار ائمه اطهار و اقوال اکثر اعیان شیعیان آن است که در هیچ وقت خواهر بر برادر حلال نبوده. سکس خواهر برادر رد شد. شما ادعا کردی، حرف من فقط همین هست. یک سند بیار. ببین شما جای اینکه چیزی رو که ادعا کردی را ثابت بکنی دنبال بحث‌های فرعی. بسیار خوب. نمیتونید. بسیار خوب. یک بار دیگر اعتقاد دارن با یک بار دیگر دارن با حوریه. عزیز من یک بار دیگر بسیار خوب. حوریه و جن را کنار میذاریم. فقط بسیار عالی. بسیار قشنگ. تمام. بسیار خوب. شما اسمشان را شیث گفتین، درست است؟ اینجا شیث نوشته. بله. شیث هست.
درست است؟ در اینجا شیس نوشتم. بسیار خوب. نه شما میدانید که شیس هست. شیس یا شیس فرقی نمیداره. حالا بحث در کجا؟ بسیار خوب. حالا فرقی نمیکنه. بسیار خوب. خب ببینین بزرگواران، ایشان میگن منبع بیارید. سکس خواهر و برادر ببر. خواهش کردم. بله بله، من فقط کوشش میکنم که حرفای خودت را از زبان 2-3 بار بشنوم که بعدا نگویی که ما لغزش زبانی داشتیم. اشکال نداره. اشکال نداره. بله. ما سر تحدی برو. ببینین بزرگواران، ما برایشان نص صریح قرآن را آوردم. یعنی متن قرآن. خب ببین تو اجازه نمیدی من صحبت کنم، این طرز برخورد است. خنده دارم، من حرف نزدم. بگو. خب تو مایکت را ببند، اگر خنده میکنی خندت به من مزاحمت نکنه وقتی من استدلال میکنم. صحبت. من که دارم استدلال میکنم. آواز بخون. بسیار قشنگ. سپاس از درک والای شما. ببینین بزرگواران، حالا من از اینها منبعی خواستم. من اصلا منبعی هم که نه، من برایشون قرآن را آوردم. گفتم در قرآن شما آیت نص صریح قرآن بیان شده، یعنی متن خلاص قرآن بیان شده که گفته چی؟ بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید. همه شما از یک تن. بزرگواران ببینین خوب گوش کنین، زبان پارسی است. اینها عربی بازی میکنن، کوشش میکنن فریب بتن بشر را. گفته همه شما را. اجازه بدید که ما برای دوستان بفهمونم مالکشی شما را. اسناد را اجرا کرد. خب اجازه بدید که بخونین دیگه. خواستم فقط یادآوری کنم. ببین بزرگوار، همه شما را از یک تن بیافرید. یعنی چی؟ یعنی این آقا تا اون امام علیشان و تا اون هوایشان که در اونجا است و تا اون آبیل و قابیل و اقلیما و نودایشان، همهشان از کجا آمدن؟ از آدم آمدن. اینجا حور بیشتین مداخله نداره در امر سکس اینها. قرآن میگه که همه شما. اجازه بدید. آدم با حور بهشتی سکس کرد. جاهل. نه من نگفتم چون این چیزی را. حالا وقتی میگه همه اجازه بدید که من کلام منعقد بشه. منعقد کو. بزرگواران، همه شما را از یک تن بیافرید یعنی چی؟ یعنی همه یعنی این. آفریدشتن. خب اجازه بدید دیگه. بزرگواران همه شما را از یک تن. ببینید من صحبت میکنم. حالا میدانه که اگر من نص صریح قرآن را بخوانم، این شیعه بچه مجبور است که چی کنه؟ قرآن را تحریف شده بدانه. بزرگواران تو را به خدا براش بفرستید. بزرگواران یه حدیث اگر بفرستید واسه من در لیف. من نیاز به حدیث ندارم در حالی که قرآن در دستم است. تو اجازه نمیدی که من قرآن را بخوانم. صحبت بکنه. تو رو به خدا تو تلگرامش بفرست. عزیز من قرآن را میخوانم، اجازه نمیدی بخوانم. قرآن من خواندی، تفسیرش آوردم، چیزی که در نزد ما بود بیان کردم. چرا امی حرف نمی‌زنی؟ عزیز من، اگر من برایتان آیت آوردم که کلام قرآن نیاز به تفسیر نداره، بعدم اینجا شرمندگی را بیان میکنی. بذار قضیه را ساده کنیم. شما از همین آیه آوردید. حالا اگر من برات آوردم که قرآن نیاز به تفسیر نداره، از آیت قرآن، از نص صریح قرآن فرار شد. میبینید خاصیت میمون ایشان مانده. خب گوش بدید. الان تنها دلیل شما در این آیه این هسته که همه از یک نفر خلق شدن. درست یا؟ بله. حور بیشتی از وجود آدم ساخته شده. تمام. نه درست. تمام. همه انسان. خب بذار ساده به هم دیگه پیش بریم. دور از کاوش بازی. گوش بدید. همه از یک نفر خلق شدیم. پس تنها دلیل از آیه قرآن همینه که همه سکس خواهر برادریم. درسته؟ همه تان طبق آیت قرآن از سکس خواهر برادر هستیم. بله. نه پس چی هستیم؟ خب هستیم دیگه. من هم میگم بله. هستیم دیگه. همه ما طبق از آیه قرآن. همه شما از یک آدم آفریده شدیم. درسته. پس دلیل همینه که همه سکس کردن با هم دیگه خواهر برادر. درسته؟ بله. این آیت قرآن میگه، این دلیل من نیست. کدام قسمت چی؟ یک لحظه من میره بیارم. کدام قسمت چی؟ همون قسمتی که میگه همه از یک تن خلق شدید منظور تو هست فقط؟ بله میگه همه از یک تن خلق شدین. یعنی چی؟ خلقکم من نفس واحده. بله. احسن. الذي خلقكم من نفس واحده. بیرون من آوردم و نشان دادم که منظور خلق حوا از خود آدم هست. خب پاسخ دادم. حالا گوش بسیار خوب. حوا از آدم آمده. بله. شما هم بعد از اونها آمدین دیگه. اور بیشتی از کجا شد؟ زور تو رسید رد کو. اگر زور تو رسید رد کو دیگه. تو که اجازه نمیدی من صحبت کنم، حالا باز دوباره خودت مایک را گرفتی. باور کن هر چقدر دست پای میزنی بیشتر غرق میشی. دست و پای که تو میزنی عزیز من دست پای میزنم که تو رو نجات بدم. ببینید بزرگوارا، تو که دست پای میزنی خودت غرق شدی، من که غرق نشدم. من را نجات بدی عزیز من. کاوش. ببینید بزرگوارا،
الذی خلقکم من نفس واحده. من این را آوردم که منظور خلق حضرت حوا از آدم است. ایشان میگن نه، در اینجا الا و بلا آن که شما را از یک تن آفرید، یعنی کلگی با هم دیگه سکس داشتن. خوار برات درسته یا نه؟ یک کلمه. حالا یک کلمه یعنی چی؟ اجازه بدید که من توضیح بدم دیگه. اجازه بدید که من توضیح بدم. بزرگواران، پیامش به خواننده آیت قرآن هست، نه برای هوا. اینجا گفته همه شما را ما از یک نفس واحد آفریدیم، یعنی از یک فرد آفریدیم. آیا حوریان بهشتی از بدن آدم آفریده شدن که در سکس اینها مداخله داشته باشند؟ تمام یک استوب. خب اجازه بدید تمام یعنی چی؟ من استدلالم تمام نشده هنوز. همین حوریان بهشتی چه ربطی به سکس آدم داره؟ نمیفهمم. عزیز من، ربطی در سکس خانوادگی تولید مثل شما داره. خب تو میگی آدم. بله آدم داره. بله خب ربطی به آدم به خاطر که شما همه گیره خواننده این کتاب هم زن و مردتان را از آدم آفریده. حور بهشتی چی نقش داره؟ حور بهشتی در ازدواج پسر آدم هستن یا جاهل. جان من نگفته که همه شما را گفته از آدم آفریدیم. حور بهشتی از کجا شد؟ نادان خلق خود از او. امیر من از تو میپرسم در عقیده مسلمانان میره که جواب بدی بس خلاص، کلا خلاص میشه. فقط ساده جواب بدی. امی که در عقیده مسلمانان، عقیده خودت داروین و شامپانزه و گوریلا رو ولش کن، بچهای فامیل بده. در عقیده ما مسلمانان تو که تحقیق داشته، خلق حضرت آدم از پدر و مادر بوده یا از طریق یک مخلوقی که یک خالقی که ما الله میگیمش؟ از اللهتان اجازه بده که برات جواب بدم. اللهتان فقط خود آدم. اجازه گوش، خودت جواب میدی، پس از من چرا سوال میکنی؟ میگم فقط خود آدم بگو. تو الان میخوای روزه بخونی، بگو. اللهتان به فرشته ها امر میکنه که برین گل بیارین. اوکی. سوره بقره خودش نمیتونه این گل را بیاره، به فرشته ها میگه گل بیارین. یک کلمه. گوش کن دیگه، گوش کن. سوال کردی جوابت را بدم. یک دقیقه یعنی چی؟ خب همین ساده میگم، حرف من رو گوش بدید. ساده نه عزیز من، توضیح میشه این مسئله. چرا ساده باید بگویم برات؟ تخصصتون میگم مثل اجدادتان از شاخه دو شاخه. تخصص ما در قرآن برابر اون شیخ قمیتون از اون بالاتر هست. آدم پدر و مادر داشت یا نه؟ از هیچ، از امون گل. عزیز من اجازه بدید که من برات جواب بدم. حالا میخوای روزه بخونی از بس فرار کنی، بگوش. خب حالا اجازه بدید که جواب بدم. بزرگواران، در سوره بقره امین مسلمانان یا امین شیعیان آیت وجود داره که گفته چی کار کنین؟ خب گفته به ملائک اللهشان امر کرده که گل بیارین. اوکی. یعنی آدم را از گل خواسته بسازه. فردی که از گل آفریده شده پدر و مادر از کجا کرد؟ تمام شد. من امیر می‌خواستم. خب چی سوال بیجا میکنی دیگه؟ پس برای یک کلام میتونستی بگی پدر و مادر نداشت. خود سوال بیجا میکنی. آدم و پدر و مادر داشتن نداشتن، از من از گل آمده بودن دیگه. بزرگوارا یک پاسخ کوتاه گفتم. خب ساز بگی، طلاق بگی، ساز بگی، خودت را به زمین و آسمان بزن، فایده نداره. بفرما. توسط خدا خلق شد، پدر و مادر نداشت. اما در عقیده ما تو رو ولش کن که در عقیده تو سازگار هست یا نه؟ در عقیده ما توسط خدا بود، پدر و مادر نداشت. درسته؟ توسط خدا از گل. درست بگو. از گل. بله از گل. پدرتون از گل آمده. بفرمایید. آفرین. در باب حوری هایی که ساخته شد، او حوری ها چگونه بود؟ خالق از اونها کی بود؟ خالق اونها آدم ساخته شدن یا نه؟ حالا شما اوری را آوردین. اوری از گل ساخته شده؟ آقا جان، امید بحث تو یک ساده جواب بدی. مثل 5 دقیقه قبل باز داستان میخوانی، باز در گپ من میرسی. امید ساده یک کلمه. اگر جواب تو رو ندادم تو خیر ما رو بگیر. میگم حوری از نسل آدم هستن. حوری مثلا یعنی پسر حضرت آدم و حوری که برایش طبق ازی آورده شد. بزرگوارا امی حوری خالق مستقیم داشت یا پدر یا مادر؟ فقط همینو میخوام بدانم. اصلا در بقیه تو فکر ربط نداره. همینو میخوام بدانم. بسیار خوب. حوری چی ربطی به آدم داره عزیز من؟ آدم جاهلی هست. تو فقط امیر دما بگو. عزیز من مستقیم توهین نکو، ادب را مراعات کو. شما که در مورد ادب و تربیت صحبت میکنین، جاهل خودت هستی بزرگوار. جهل یعنی ندانستن. شما راجع به علم نداری. جاهل شمایی هستین که از اسم پدر امامتان جلوگیری میکنین، مردم را جاهل فرض میکنین. جاهل کسی که اسم خود نمیدن. جاهل کسی است که اسم پدر امام خود را از شرم نمیگه. میگه علی ابن ابی طالب، نمیگه علی ابن عبد مناف. میخواد فرار کنه. فرار یعنی چی؟ حالا تو توهین داری مستقیم میکنی. وقتی ما با تو صحبت
بفرما نمیذارم دوستان عزیز. بفرما. از چی نمیذاری؟ گفتم حور بهشتی چی ربطی داره به آدم؟ توضیح میدم. شما قرار بود سکس خوار و برا بیاری. عزیزانی که در تلگرام ایشان هستید، یک روایت از کتاب شیعیان پیدا کنید، برش بفرستید که اینقدر اینجا حرف زد دانش کف کرده. آب سر بخور. دوستان عزیز بزرگوار، حالا تو کف دهنت هم معلوم نمیشه چون حجاب داری دیگه. اون ماسک تا پایین کو که کف دهنت را ببینیم شبیه شطور علی. شروع شد دیگه. شطور خب بچه خب تو میگی تو که میگی من سکوت کنم وقتی من میگی شروع شد. عین شروع شد. بالاخره دم رگ و ریشه تو بچه دایی بچه کاکا. خب تو ماسکت را حجابت را پایین کو کف دهنت را ببینیم بزرگوار. بی ادبی نکو. تو بزرگ. حالا وقتی تو میگی دو نمیزنی، وقتی من میگم دعو میزنم، دعو د خوشکم میزنم. تو بزرگ ملحدین بی ادبی نکو. از تو چیزی خب تو ماسکت را پایین کو ما ببینیم که دهن چی کسی کف کرده. نشو احساساتی نشو. پس تمام دیگه صحبت کو، عمله شخصی نکو بزرگوار. بی ادبی نکو. بفرما. همون گونه که آدم پدر و مادر نداشت و نسل از این شکل گرفت و در اینجا چی میگه؟ الذی خلقکم من نفس واحده. تا اینجا که اوکی هست دیگه، درست؟ حالا بحث سکس خوار و برال یا حوریه رو کنار میذاریم، با هم دیگه پیش بریم که الذی خلقکم من نفس واحده، منظور از نفس واحد همین آدم هست، درسته یا نه؟ یک نفر است، یک نفر آدم. فقط آدم. منظور همین هست دیگه، درسته؟ منظور من نه، منظور قرآن هست. یعنی منظوری که تو راجع به ازی بیان میکنی منظور قرآن هست، نص صریح قرآن هست. خب بذارید من یک مطلب به شما نشان بدم. چون من یک جای خوانده بودم که حیوانات یعنی تصویری زودتر یاد میگیرن. یعنی بگیریم که آدم، اینجا آدم، خلق اول آدم، از ایشان حوا با تشدید نه اوا، خلق اول نفس واحده، بعدش حوا. این آدم پدر و مادر نداره بلکه خلقش مستقیم توسط خدا هسته. حالا از چی او جای صحبت داره. پس نفس واحد آدم هسته که از آدم حوا و از ازدواج این دو فرزندان در دنیا میان. فرزندان. حالا این فرزندان خواهر و برادر ازدواج نه، بلکه برای اینها حوری یا در همون پاره از روایات جن یا حالا هر چیز که میگن اشکال نداره. پس نفس واحد آدم هسته که حوا نشان دادیم، واسه همین حوا نامیده شد که از آدم خلق شد. بعد از او ازدواج اینها بود که فرزندان در دنیا میاد و از ازدواج اینها این فرزندان سکس خواهر و برادر نداشتن بلکه کسان دیگه‌ای برای اینها آمدن. حالا آیا این کسان دیگر در نام حوری یا جن یا حوریه هایی که آمدن برای ایشان آیا ایرادی در نفس واحد وارد میکنه؟ آیا ایرادی در نفس واحد وارد میکنه؟ خیر، چون مصدر همین حوری، همون ابتدای این حوری خلقتش در دست الله هست، بدون پدر و مادر. همان گونه که آدم نیز بدون پدر و مادر بوده. پس تمام از این فرزندان مستقیم در ریشه اصلی که نفس واحدی که آدم هست برمیگردن. اینها از جای دیگری، از آدم دیگری یا از مخلوقات دیگری نه، بلکه مستقیم به آدم میرسن. صحبت کن. کامره مرا بزرگ نازنین برادر. کامره مرا لطفاً برای دوستان برنامه‌اش بگذار. بفرمایید. گوش کنین عزیزان. ببینین بزرگوار، از گل الله ایشان چی را میسازه؟ آدم را میسازه. گل به آدم تبدیل میشه. بعد از آدم هوا را میسازه بزرگوار. بعد از سکس این دو خانم و آقا چی چیزهایی به وجود می آید؟ فرزندان، خواهران و برادران. به کدام اسم ها حالا مهم نیست. 4 تا فرض میکنیم. خب می آید. حالا آیت قرآن را باز میکنیم عزیزان. ببینید اینم آیت قرآنشان. در اینجا چی میگه؟ ای مردم، ما شما را از نری و ماده بیافریدیم. هدفش همان نر و ماده‌ای که در جدول برایتان نشان دادم. و شما را جماعت ها و قبیله ها، البته این سوره حجرات. اجازه بدی یک لحظه. اجازه بدی.
اجازه میدم بدی به جان ما اون تو سوره ندارم. نسا رو هم برات میارم. این سوره حجرات است. میریم به همون سوره نسا فعلا. نسا رو بیاری. یک لحظه. حالا چرا بر خطا هستی عزیز من؟ شما بر خطایی که اشتباه آوردید. اجازه بدی که خب ما برات بیارم، مهم نیست. اینجا هم در همون مورد بود دیگه. قرآن است، چی فرقی داره؟ چی فرقی میکنه برایتون؟ پایین سرچ کرده بود معنی اتقو. خب چی فرقی داره با شما؟ حالا اجازه بدین دوستان ببینین نه که چی سوره، اجازه بدی. حالا ببینین دوستان با چه شکل مالکش اینا بلد هستن. خوب ببینین او پایین سرچ کرده سوره اتقو چی میشه؟ بله من عرب نیستم، هر معنی رو میتونم سرچ کنم. ولی عربی رو دوست داری؟ بله دوست دارم. دوست دارم. خب ببینین دوستان سوره نسا آیه اول. ببینین بزرگان عزیزان، گفته این دوست ما سوره نسا آیه اول را میارم برای عزیزان. دوستان که من این نقشه را برایشان بانم در اینجا. این نقشه شان هست، نقشه گل آدم و سکس محارمشان. در همین اجازه بدی. خب اجازه بدی، تو که صحبت کردی من خاموش بودم. خب دوستان عزیز، اینم سوره نسا آیه 1. میریم به ترجمه آیتی. گفته ای مردم بترسید از پروردگارتان، آن که شما را از یک تن واحد آدم. ببینید دوستان، یک تن واحد آدم، یک تن واحد، قسمت اول آیت. خب آن که شما را از یک تن واحد و از آن یک تن همسرش را آفرید. ببینید و از آن یک تن همسرش را آفرید. از آدم حوا را میزایه. ادامهش رو بخوان. آدم و حوا. اجازه بدید. ببینید بزرگان، و از آن یک تن همسر او را آفرید. آن دو، اجازه بدید من از اول آیت بیایم. اجازه بدید که من بخوانم این چی مسخره بازی دیگه. و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد. و از آن دو اجازه بدید عزیز من، و از آن دو یک و دو، از این آن دو مردان، اجازه بدید دیگه، و از آن دو مردان و زنان پدید، مردان و زنان بسیار پدید آورد. یعنی دخترها و پسرای زیادی پدید آورد. بله دخترها و پسرای زیاد. اولادار. حالا مخاطب نقشه خود نشان بده، اولادارم نشان. اجازه بدید. بله اینم اولادایی که شما گفتید. اجازه بدید. اولادای زیاد. تا ببینید بزرگ نقشه بود که کشیدی. خب حالا گوش کنین بزرگوارم. ببینید گفته آیت به چی کسی آمده؟ آیت به شماها آمده. درست است؟ گفته بترسید از پروردگارتان، آن که شما را از یک تن آفرید. یعنی ای خواننده این متن، شما بترسید. اجازه بدید دیگه. خب این چی مسخره بازی است؟ یک ساعت رفت. سبحان الله یعنی چی؟ جور در نمیاد. با این بچه بازی، با این کودک بازی به جای نمیرسید. بچه بازی مال عمریه هست. خب شما هم دارین در کتابایتان تفخیز و دختر بازی و بچه بازی دیگه. خب ببینید بزرگواران، گفته آن که شما را، خواننده قرآن را گفته شما چی استدلال کمرشکنی کردی؟ کمرشکن است. حالا گوش کن. شما را از یک تن بیافرید یعنی چی؟ شما را از یک تن بیافرید یعنی چی؟ حاصل کی هستیم؟ یک تن ما دکی. عزیز من شما را از یک تن بیافرید یعنی چی؟ یک تن ما دکی. نقشه خود بیار. من نقشه خود میارم. بیا نقشه های خود. از یک تن شما را بیافرید یعنی چی؟ نقشه های خود هم دیگه نشان بدیم. بیا نقشه های خود هم دیگه نشان بدیم. از یک تن بیافرید یعنی چی؟ من اینجا برات مینویسم. اجازه بده. جیگر دوست دارم باید شوخی کنم. از یک تن آدم، بعد گفتی از آدم زنش آفرید حوا، از ازدواج بیافرید، مردان و زنان زیادی در دنیا آمد. چی؟ دستخط تزیر سید. از یک تن بیافرید یعنی چی؟ آدم هم مثل خودت آفرید، تا اینجای آیت درسته. حوا را از این آفرید، تا اینجای آیت درسته. از اینها مردان و زنان زیادی آفرید، تا اینجا هم درست هسته. حالا شما میگی از یک تن آفرید یعنی چی؟ آن که شما را از یک تن آفرید یعنی چی؟ سوال پایه. کل اینها برمیگرده در یک تن. از یک تن آفرید برمیگرده در یک تن. شما خب پس هور از کجا آمد؟ وقتی شما از یک تن آمدید. ازدواج اینها هسته. عزیز من وقتی هور مداخله داره یک تن یعنی چی؟ سوال تو این هسته که اگر هور اینجا داخل میشه پس این ایراد وارد میکنه در نفس واحد. درسته؟ بله چون شما از یک تن آمدین. هور در این یک تن از کجا آمده؟ مغز تو رو سعی کن. من همی هور توضیح دادم که آدم ابوالبشر را گفتی از چی خلق شده؟ از ماده اولیه. درسته که گل باشه.
درسته؟ بله بله، از یک تن برای ما جواب بده. حور گلت را دور از یک کن. ماده اولیه یک کدام مخلوق دیگه بجز اینها نیستن. چرا خودت نادانی میزنی؟ عزیز من، از یک تن آفرید شماها را یعنی چی؟ یعنی تمام از ما رشته در یک تن برمیگردم. رشته تان به یک تن برمیگرده. پس مداخله هور که میای که 2 تن میشه، 3 تن میشه دیگه. تو ببین اگر حور عزیز من، مداخله هور وقتی باشه یک تن دیگه زیر سوال میره. احساساتی نشو. اما ای جان برادر، ببین وقتی یک حالا بگو با میشنم. بفرما. پیش آدم اگر ما گفتیم آدم احتمال داره که با حور ازدواج کرد و یا از او حوا خلق شد، از ازدواج اینها فرزندان زیاد، مردان زیاد خلق شد، ایرادت وارد بود که چرا؟ چون اگر ما در عقب برگردیم در یک تن نمیرسیم نفس واحد. اینجا یک حوری هم بوده که با آدم بوده، نفس واحد نمیشه. در اینجا تثنیه میاد، 2 نفر میاد. ولی ای حور که در اینجا نیستن. ای حور کجا هستن؟ یعنی مغز شما هستن. یعنی آدم نفس واحد، از این حوا، از ازدواج این دو، همان طبق آیه‌ای که خواندی یک تکه جام کردی، فرزندان بسیار. حالا سکس خواهر و برادری که ایراد وارد میکنید در اینجا، سکس خواهر و برادر نه، بلکه حوریه ها هستن. حالا امیره، حالا بذار یک خورده جمع‌تر بکشم. حالا همون آدم، حوا، اولادایشی فلان، اینجا هم حور هستن. حالا از ازدواج اینها ماها پدید آمدیم، درسته؟ خب حالا همین را برمیگردیم ببینیم نفسمون اصلیمون چی هستن. ریشه را در عقب برمیگردیم ببینیم در یک حور میرسیم. جن را هم بنویس. جن را بنویس. بیا حور و جن. آفرین. احساساتی نشد در اینجا میرسیم. احساساتی نه، حالا دروغ نگو دیگه، تقیه نکن. جن را هم بنویس گفتم. پیشتر خودتون می نوشتی. احساساتی خودتون می نوشتی. خودت رو چیز گوش بدی یا سوادش نداری. در اینجا در این حور یا در این جن که میرسیم، این هنوز اون نفس واحد را، اصل کار را نرسیدیم. و این خودش همونجوری که آدم از ماده اولیه خلق شد، اینها نیز از ماده اولیه خلق میشن. تمام اینها برمیگرده در یک الله. حالا از این اگر در عقب برگردیم در همون حوایی میرسیم که طبق آیه قرآن در نفس واحدی در نام آدم میرسه. اینا رو ردش کن. بسیار خوب. خب حالا ببینین یک بار دیگر توضیح میتونم، بسیار کوتاه و مشخص و خلاص. ببینین عزیزان، ایشان میگن از گل آدم ما آمده. آدم ما چی کار میکنه؟ قرآن گفته. الله بگو قرآن گفته. مهم نیست، کلام قرآن هم کلام شما، کلام انسان ها هست. خب ببینین بعد اینها میگن که مسئله هوا میآید از وجود آدم. اول که گفتن از گل آدم، اجازه بده، از گل آدم هوایشون. تو که صحبت کردی من سکوت کردم دیگه. تو صحبت کردی من سکوت کرده بودم. درست نوشته که نام مادر ما رو درست بنویس. تشدید داره. بله مادرتان. درست. مادر شما مشخص هم نیست که یا فاطمه است یا هوا. خب درست. خب ببینین بزرگوارم، اجازه بده دیگه. حالا اگر تو صحبت میکنی حرفت رو تمام که بعد من صحبت کنم. نه من صحبت من خلاصه، فقط گفتم. پس تمام دیگه، مایکت رو ببند. شما غلط املایی دارید. خب ببینین بزرگواران، اینجا میگن که آدم و هوا، از وجود آدم هوا ساخته میشه. بعد آدم با وجود خودش هوا سکس میکنه، با وجود خودش، یعنی با خودش معذرت خواهی میکنم، خودگاهیشی میکنه. بحث جدید باز کرد. اجازه بدین. بله وقتی که آواز وجود، حالا اجازه بدید که من صحبت کنم دیگه. بحث جدید باز این خنده ها و قیل کردن پایت را بلند میکنی، نجیب برود هم این کار را انجام میده دیگه. قبلی ها رو نمیتونی باز کنی، جدید جواب من اینم بعد نشان بدم. ادامه. خب نه، حالا اجازه بدید حرفی که تو گفتی من تحلیلش میکنم با دوستان. درست. حرف من رو خودم تحلیل. هوایی که از وجود آدم آمده، آدم میآید با خودش گایش میکنه، یعنی با هوا خودش هست. ادب نیست، نکاح شما گایش معنا میده دیگه. چقدر بی ادبه. یعنی میبینید. حالا اجازه بده که من برات توضیح بدم چقدر بی ادب است یعنی چی. همین پدرت مادرت چیکار کرده تو در دنیا آمدی؟ حالا اجازه بده، همگی سکس میکنن که ما به دنیا میاییم. یعنی گایش کرده دیگه. سکس میکنن، بله سکس میکنن. نکاح شما فک معنا میده، نه سکس. مگه مادرت با پدرت بلوتوث کرده؟ نکاح شما فک معنا میده. مگه مادر پدرت تو فک نکرد؟ من با مادر و پدرش بزرگوار شما نرسیدم دیگه. سوال میپرسم، والله قصد بیادبی ندارم. خب سوال پرسیدین، گفتم مادر و پدر هر کدام ما رابطه جنسی داشتن که ما به دنیا آمدیم. همون فک داشتن دیگه. فک دیگه، فک. عزیز من، ما برش ببینین زبان انگلیسی یاد داری برات بنویسم، واژه داریم به نام سکس. مرتر متوجه شدی؟ این نکاح شما گایش معنا میده، سکس معنا نمیده. خب حالا گوش کن دیگه، جوابت سوال میکنی جوابت را بگیر.
جواب سوال ما یکی سکس داریم یکی فک داریم. سکس با فک فرق میکنه. یعنی پدر شما نکاح شما سکس نیست، گایش هست، فک هست. راجع به این میرسیم، فرار نکن امیر. تمام دیگه. حالا گوش کن. پس وقتی که سوال میکنی جوابت را میتم، ناراحت نشو، قهر نکن. ناراحت نمیشم. من اگه مثال بزنم واسه درک بهتریتان ناراحت میشید. بفرمایید. بسیار خوب. خب ببینید دوستان عزیز، آدم آواز وجودش میآید و چی میکنه؟ با خودش رابطه جنسی انجام. همین فرزندانی که به دنیا میآیند. خب بعد چی کار میکنه؟ بعد اینها میگن که الله ما برای نجات دینشان، الله ما چی کار میکنه؟ هور و جن میفرسته. یک هور، دوم جن. هور و جن میان چی کار میکنن؟ سکس میکنن با مردان اینها. با مردان اینها سکس میکنن و چی به وجود میآید؟ گویا نسل اینها به وجود میآید. با دو دخترش چی کسی سکس میکنه؟ صحبت ادامه بدید. من جواب جواب من بده. با دو دخترش چی کسی سکس میکنه؟ در اینجا همون جوری که خواندیم دوستان عزیز و بزرگوار، بذار من از اول براتون بخونم. با دو دختر آدم و حوا چی کسی سکس میکنه؟ با مخلوقات دیگه ای که الله آفریده. کدام مخلوقات دیگر؟ مخلوقات دیگری مثل غلمان. در کجا آمده با غلمان سکس میکنه؟ دیگه حالا پیش ببر. حالا اجازه بده یک لحظه. آماده کردم نشان میدم. اجازه بحثا رو عوض نه تو بیار که امین تو دختر به اسمهای اجازه بده. 1000 دانه شاخه باز کنی. اقلیمیا و نودا اینها با چی کسی سکس میکنن؟ پیش ببر. من گفتم با غلمان، با دیگر مخلوقات. منبع بیار در کجا آمده؟ من یه منبعش رو میارم، تو ادامه بدی. بیار، من مالو منتظر هستم، بعد ادامه میدم. بفرما. نفس واحد حل شد. ادامه بده. نفس واحد حل شد. شون را بیاری برام. نفس واحد حل شد یا نشد؟ میگم استاد از این شاخه و شاخه. عزیز برادر، حالا برای اینکه من نفس واحد را توضیح بدم، برای دخترای آدم شوهر بیار برام. شما دخترای آدم نوشته که غلمان. یعنی نوشته که منبع بیار برام. منبع در کجا آمده؟ جن در کجا آمده؟ در کجا؟ همین مال گفتم جن نر بود. نه او که گفتی خانم برادرش جن بوده. امکان داره وقتی جن باید خانم برادر دختر است، مرد است. خانم برادر استوگریا رو اسکو دیگه. این من ماشی با جان دل. ببین آقای عزیز بزرگوار اجازه بده دیگه، اجازه بده لطفاً. ببین خلاص جن خلاص هست. خلاص جن و هور. نه خلاص ما برات میگم. خلاص یعنی چی؟ خلاص یعنی خلاصه برات میگم. گوش کن. جن و هور ته زبانی نکو پیشوری من. جن و هور. ببین دوستان، جن و هور این دو تا موجود برای فرزندان آدم فرستاده میشه و خانم برادر یکی از فرزندان آدم جن هست و زن دیگهش هور هست و یک زن از او هم هور هست. اقلیما و نودا با چی کسانی سکس میکنن؟ گوش کنین عزیزان. من گوش میدم. حرفت خلاص. من منتظر هستم که جواب ما بدی. اینا تو روایت میخوای؟ جواب بده. بر من مهم نیست روایت میاری هر چی میاری. نه داخل بس نکن. دوستان عزیز بزرگوار خوب گوش بدید. وقتی که ایشان میگه اونها با چه کسانی سکس داشتن، ما همین که تحدی ما در باب سکس خوار و برار بود، این مطلب را رد میکنیم که هیچ وقت خواهر بر برادر حلال نبوده، بنابراین از دیگر مخلوقات بوده. ایراد ما گوش بدید. خوب گوش کن. روایت را بیار. تو میگی تو کی هستی که بگوی عزیز من؟ گوش بدید. ایراد ما ایراد وارد بر ازدواج خوار و برار بوده. وقتی که ما مطلب آوردیم که من اون مطلب را برایت حل میکنم، تو اول با اینا شوی پیدا که بیشوی ماندن عزیز من. نوبت من مگه نیستن؟ خب با اینا شوی بیار. ایراد تو را من چی کنم؟ با اینا شوی بیار برای ما. ایراد تو این هست که خواهر با برادر ازدواج کرده که ما این ایراد را رد کردیم. بله تو شوی پیدا کن که من حل کنم برات مسئله را. الله بندگای تو هسته. اینا رو برای سنی‌ها حالا صحبت کن من برات بعداً بگم ایراد من چی است. بفرما. نوبت من هست. حرف مرا گوش بده. بفرما. کاوش ایرادی که ما وارد کردیم تحدی دوم اثبات این بود که خوار و برار سکس کردن. وقتی که ما آوردیم مطلب که ازدواج با خوار و برار هیچ موقع حلال نبوده، پس این تحدی که کرده بودیم او پابرجا میمونه و شما باید ثابت کنی که خواهر و برار بوده. ایناری شما چگونه میتونی این را ثابت کنی؟ یک دانه برمیگردیم در مو تحدی آسمان هفتم بری زمین درای سر جای میارمید. یک دانه روایت بیار که در این خلایی که شما اینجا پیدا کردی که دخترها با کی ازدواج کردن، وقتی که ثابت شد با خوار با برار نبوده،
میتونه یا از اجنه باشه یا از غلمان باشه یا از دیگر مخلوقات باشه. مهم این هسته که نفی بشه از سکس خواهر و برادر. ایناری اگر شما ایره رد میکنی یک دانه دلیل سر تحدی برمیگردیم، یک دانه دلیل بیار دال بر این که سکس خواهر و برادر در کتب تشیع هستن. شروع کن. بسیار خوب. حالا ما وقتی صحبت میکنم سکوت اختیار کو که ما برای دلیل بیارم قسمی که خودت گفتی. ببینین عزیزان، ما برایش گفتم امین لیست را تکمیل کو، امین لیستی را که خودت آوردی با روایات تکمیل کو که اقلیم با چی کسی سکس میکنن. ایشان فرمودن غلمان سکس میکنن. غلمان همان پسرهای نازک بدن. اجازه بده دیگه. یا با دیگر مخلوقات. حرف مرا کامل بزن. غلمان گفتی دیگه. یا غلمان یا با دیگر مخلوقات. سکس خواهر دیگر و برادر مخلوقات چی کسایی هستند؟ با جنها سکس میکنن. دیگر مخلوقات خواهر و برادر. بسیار عالی. بحث ما امین ادعای دیگر این مخلوقات. صحبتای تو اینجا آفرین ببین مخلوقات دیگر. اجازه بده. دیگر مخلوقات یا غلمان اوکی. ادعای ایشان بود عزیزان. فراموشتان نشه این کلمه. ما میگذاره که جا خودش ببینه. اشکال نداره. پیش برو. ایشان گفتن که اقلیما و نودا دو دختر آدم و حوا چیکار میکنن؟ با دیگر مخلوقات یا غلمان. دو تا منبع برای ما میتن باید. دیگر مخلوقات یکی، غلمان دو تا منبع. خب اول و دوم. خب عزیزان، حالا گفتن شما از کتب ما بیاریم که ما چگونه با خواهر برادر سکس کردیم که ما به دنیا اجداد ما چگونه با خواهر برادر یا همان فرزندان آدم و اون مادر ما چگونه با در بین خودشان سکس کردن که ما به دنیا آمدیم. دو تا ادعا کردن. خب برای فرزندان آدم، برای آبیل و قابیل چی آوردن؟ هور و جن آوردن. زن یکیش جن و زن دیگهش هور. حالا مشخص نیست که اینا از نسل جن انسان هستند یا از نسل اصلا از نسل آدم هستند. انسان با جن سکس میکنه در عقیده اینها. شامپانزه سکس میکنه طبق باور خودشان. خب شامپانزه دقل موجوده است که ما او را میبینیم. شما با جن تخیلی سکس میکنیم. با شما با شامپانزه سکس میکنیم. نه عزیز من، ما با شامپانزه سکس نمیکنیم. ادعا کردی دلیل بیار. در کجا گفته که ما با شامپانزه سکس میکنیم؟ نفس واحد برگرد من توضیح میدم. در کجا؟ اجازه بده دیگه. چیزی که شما ادعا کردی رو ثابت بکن، حرفای من رو یادداشت که من ثابت میکنم. شروع کن. خب حالا دوستان قضاوت میکنن بزرگوار. دوستان قضاوت میکنن. بله. ببینین عزیزان، یک مورد خواستیم. حالا اجازه چون تو مالکشی داری. ببینین عزیزان، ما در مبحث امین آیت، در مورد امین آیت برای شما آیت یکی از آیات دیگر را که میگن قرآن با قرآن اجازه بده چون نیاوردی. ما تو را دنبال نخودسی ها روان کردیم. اینا را بیار برای ما یک دو آیت را. نداره. فقط یک و دو آیت را بیار عزیز من. شوش همین که نه دیگه اجازه بده عزیز من. این ادعایی که کردی یک لحظه، ادعایی که کردی دیگر مخلوقات و غلمان، سوالیه گذاشتم. تو دنبال منبع برو و خاموش باش که من منبع بیارم. نشان دادیم از بحار الانوار نشان دادیم. تو فقط دما بگو تحدی ما بر چی بود؟ از کجا نشان دادی؟ تو برای ما بیار. در کجا نشان دادی؟ من میگم بارها دیگه نشان دادیم، دوباره نشان بدم. تو بگو تحدی ما بر چی بود؟ تهدید بر این بود که ما ثابت کنم که شما از نسل خواهر برادر هستیم. بسم الله ثابت بکن. بله. حالا دا وقتی که من صحبت میکنم دنبال به حال بیار که گفته باشم ما از خواهر برادر هستیم. حالا تا وقتی که من ثابت میکنم دنبال این مطلب برو دیگه. من اینو پیدا دادم، توش ثابت کن. بعد از تو من پیدا داری. بعد از تو پیدا داری پیشت است. غلمان و مخلوقات دیگر. بعد از تو من هستم. شروع کن. نشان بده حدیث. بله. خب ببینید حدیث چی یعنی؟ چی؟ ما آیت قرآن را آوردم. حدیث از کجا شد؟ از آیت قرآن با این استدلالایی که شما رد میکنید همش باطل است. کجاش باطل است؟ چی باطل است از آیت نفس واحد بود. حالا همین برگرد بالا. خودکار بذار پایین صفحه بکش بالا. در نفس واحد برگرد. خودکار را بگذار یعنی چی؟ اینجاست این آدم از هوای تان است. نفس واحد چند نفر مانده بود؟ اول کی بود؟ نفس واحد شما آدم است دیگه. تمام شد. اینا رو تو از نفس واحد خواستی سکس ثابت بکنین که در اینجا هیچ گونه ایرادی در نفس واحد وارد نمیکنه. اینا رو شروع. بله. حرف ما همینه. دیوانه شده چی بلا العیاذ بالله. دور از جانت. العیاذ بالله. خب حالا ما برای دلیل نفس واحد نباید زیر سوال این بچرندی ها. ببین یک لحظه صبر کو. این بچرندی هایی که داری انجام میدی فعلا، خب بچرندی میگیم ما باید. چرا توهین میکنی؟ چرا احساساتی میشی؟ بچرندی نیست. چی است عزیز من؟ کل صحبت این هست که نفس نه بچرندی نیست. چی هست؟ کل صحبت اینه که نفس واحد زیر سوال نره که الان نرفته. تو میگی بسیار. خب حالا اجازه بده که من تکمیل کنم این پروسه زایش شما را دیگه. تکمیل کو. خب حالا گوش کن یک لحظه. صفحه جدید برای شما بزرگوار. صفحه جدید، صفحه بعدی. گوش کن
با روان روشن باز که من برات دستک بزنم که یاد بگیری دستک زدن را گوش کن نفس دستک عزیز من نفس واحد ثابت. آدم اوکی. و بعدن زنش برای شمایان اینجا آمده لطفاً نوشته که بغل آدم نفس واحد که همه بدانن. بسیار عالی بغلش هم پیشش هم زورش هم برات نوشته میکنم نفس واحد تمام. خب برو پایین نای. اینجا میایم به هوا اوکی. بعد از اینجا چی میاریم؟ یکی اولادایش. 2 3 4 در روایت شما 4 تا است درست است؟ او اشکال نداره شما پیش برو. درست. پسر دختر بسیار عالی خب پسران چی کار میکنن؟ با هور و جن سکس میکنن ای جان من هور و جن درست است؟ طبق ادعای خودتان پیش برو. پسرایش با هور و جن سکس میکنن حالا بیا از اینجا عوض خط کو مایی بگیر دخترای این آقا و این بانو با چی کسانی سکس میکنن تئوریت را تکمیل کو که من پیش برم نوشته کن راحت باش. دیگر مخلوقات یا غلمان. منبع بیار اول نوشته که اونجا دفعه قبلی نه نوشته کو یعنی چی منبع بیار عزیز دفعه من قبلی نوشتین بنویس. نه نوشته نمیکنم بیار دیگه با اینکه منبع آوردی هور و جن آوردی دیگه خود آسمان هفتم بزنی زمین بزنی. جان من گوش بدید. دخترای آدم با چی کسی سکس میکنن؟ بر سر سکس خوار و برار بود. اینا یک سوال خب کامل جواب بده. تو همین تئوری را تکمیل اگر کن جواب بدی گوش کن دیگه اگر جواب بدی من همینجا حرفای تو رو تصدیق میکنم. بسیار خوب گوش کن برای اینکه گوش کن پاسخ نداره. برای اینکه من سوالت را جواب بدم تئوریت را تکمیل کو سوالیه را پر کو سوالیه رو بنویس دیگر مخلوقات. مهم اینه که سکس خوار و برار نکنی. نه سوالیه را دیگر مخلوقات منبع بیار در کجا آمده خب به این منبع آوردی منبعت را دیدم بله درست بود به این منبع بیار خب نوشته که دیگر مخلوقات منبع بیار نمیکنم نوشته منبع بیار اول یعنی چی منبع بیار؟ میبینید منبع بیار که در کجا آمده غلمان با خود دخترای ها سکس کرده امونجا اصلا تو فکر کن یک لحظه واسه اینکه اگر دنبال ملا بندک نیست گیر نمانده اگر خوب در گل غرق نشده یک کلمه حرف از من فقط گوش بدید امونجا اصلا فکر کن یک لحظه نوشته که دیگر مخلوقات بعد پاک یک لحظه تو بنویس نه منبع نیاری نمی‌نویسم منبع بیار اول دوستان عزیز خب منبع بیار که ما ببینیم این دیگر مخلوقات در کجا آمده بفرما بند مانده اینا رو من براتون توضیح میدم چون این بند مانده